نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه امروز، برنامه شما عزیزان، که در این برنامه انشاءالله تماس های شما عزیزان را خواهیم داشت و در مورد برنامه هایی که داشتیم دوستان اگر صحبتی دارند، انتقادی و یا میخوان راجع به موضوعاتی که در برنامه های این شبکه مطرح شده اظهار نظری بکنن، حتی اگر مخالفت با دیدگاه های ما باشه، تماس های شما عزیزان رو در برنامه امشب برقرار میکنیم و میتوانید در یک فضای دوستانه انشالله صحبت های خودتون رو مطرح بکنید و با ما و بینندگان عزیز ما همراه باشید. قبل از اینکه تماس شما عزیزان رو بگیریم، یک موضوعی رو میخوام با شما بزرگواران مطرح بکنم. امروز به سبب پخش محتوایی در شبکه ندای حق در مورد جنایاتی که بر علیه ملت مظلوم و ستم دیده فلسطین از طرف کفر جهانی، از طرف صهیونیست های جنایتکار، آمریکای جنایتکار و رژیم های جنایتکار کفری که دست به دست هم دادن و در قتل عام و کشتار ملت مظلوم فلسطین با هم همکاری میکنن، در این مورد یک محتوایی در شبکه پخش شده بود که به خاطر اون فعالیت های شبکه ندای حق رو محدود کردن در سوشال میدیا و هشدارنامه شدید و لهجه‌ای به قول خودشون فرستادن که کانال شما رو میبندیم چون که شما از سازمان های تروریستی و فلان و ضد حقوق بشر و اینها طرفداری میکنید. دوستان عزیز، این است حقوق بشرشون، این است آزادی بیانشون، این است اون دموکراسی که گوش جهانیان رو سالها کر کرده بودن که ما در جهان دموکراسی میخواهیم، آزادی میخواهیم، حقوق بشر میخواهیم. چند روز پیش دیدید که نتانیاهوی جنایتکار، نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی، در کنگرس آمریکا میره سخنرانی میکنه و دوستانی که این سخنرانی رو شنیدن و یا خلاصه این سخنرانی رو در آژانس های خبررسانی دیده باشن، شاید در طول عمرم من انسان بی حیا و دروغگوتری از نتانیاهو ندیده بودم. شما تصور کنید میگه که در این مدت یک نفر غیر نظامی در فلسطین کشته شده. اونم ما هدفمون کشتنش نبود، ما به اصطلاح تروریستا رو میخواستیم بزنیم، دیگه یک ترکشی و گلوله‌ای خلاصه به این طرف اصابت کرده و این فوت شده. یک نفر. یعنی این همه تصاویر از کودکان، زنان، خانه هایی که ویران شد، کشته ها، بدن هایی که تیکه و پاره شد، اینا هیچ گونه اهمیتی برای اونها نداره. اینا اصلا انسان نبودن، بشر نبودن،
اینا غیر نظامی نبودن و میگه که بله با وقاحت میگه 1 نفر کشته شده. اگر انسان‌هایی تا هنوزم شک داشتن در مورد این دروغگویی اینها، ادعای حقوق بشر و دموکراسی اینها، باید به یقین رسیده باشند که بعد از ماها کشتار و جنایت جنگی در غزه که بیش از 50,000 نفر شهید و مفقود الاثر به جای گذاشته، هنوز هم میگن که بله 1 نفر، میگن 1 نفر. سبحان الله، دروغگوترین ملت ها اینها هستن و برادرانشون روافض که با دروغگویی، با فریبکاری میخواهند که مسلمانان را و امت اسلامی و همه بشریت رو فریب بدن. و این بعید نیست از یهودیانی که، از صهیونیست هایی که در طول تاریخ و در زمان پیامبران پیشین هم دستشان به خون مظلومان و ستم دیدگان و حتی انبیای الهی آغشته بود. به هر صورت این موضوعی بود که خدمت شما عزیزان خواستم بیان بکنم. شاید یک سری محدودیت هایی رو در برنامه های شبکه تا 24 اکتبر همین امسال شاهد باشید و این به سبب کمکاری ما یا کوتاهی ما نیست، به سبب محدودیت هایی است که یوتیوب ایجاد میکنه و دیگر صفحات اجتماعی، اونم به دلیل اینکه از ملت مظلوم و ستم دیده فلسطین حمایت کردیم، یا در مورد شاید هم آخوندهایی که در این اواخر در موردشون صحبت کردیم، چون که سرمنشه همه اینها یهودیت است. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که بتوانیم در هر زمان سخن حق رو بگیم و در راه حق ثابت قدم بمانیم. در برنامه امروز انشاءالله تماس های شما عزیزان رو میگیریم و پیام هایی رو که بینندگان عزیز میفرستن رو انشاءالله منعکس خواهیم کرد. بله بیننده عزیز، سلام علیکم، بفرمایید. سلام خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشی انصاری صاحب. خداوند سپاسگزار هستیم که در عطایت خود باز حیات بر ما بخشید. استاد قن، 2 سوال دارم اگه اجازهتون باشه. بفرمایید. استاد عزیز، سوال اول ما ای است که کسی که در مسجد، بله، خانه خدا، بشنوین؟ بله میشنم، بفرمایید. سوال ما ای بود انصاری صاحب عزیز که کسی که در مسجد، در خانه خدا، بله، عمل انتحاری را انجام میده و یا در قرآن عظیمشان بم جایگذاری میکنه، آیا ما ایره مسلمان گفته میتونیم؟ باش، چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر. زنده باشین برادر عزیز، سلامت باشین. تشکر، وقتتون خوش. خداحافظ شما. ببینید بینندگان عزیز و گرامی، اولا قضیه عملیات انتحاری یا که بعضی از گروه ها میگن عملیات استشهادی، همین قضیه عملیات هایی که در اون شخص خودش کشته می شود و جان خود را از دست می دهد، این یک مسئله ای است که علما در مورد این به 2 نظر هستند. تعدادی میگن که این اصلا جایز نیست، مانند شیخ ابن العثیمین رحمه الله که میگه که کلا این عملیات هایی که در اون شخص خودش رو منفجر میکنه. حالا ما داریم از عملیات هایی صحبت میکنیم که این عملیات های جهادی باشد، یعنی مسلمانان در مقابل کفار می جنگن. طبیعتا لشکری از کفار است، زیاد هستند، مسلمان ها تعدادشان کم است،
شخصی میره مثلا خودش رو منفجر میکنه در بین اونها به خاطری که تعداد زیادی از آنها رو بکشه، و یا اینکه با یک شکلی میره در بین اونها عملیاتی انجام میده که در اون 100% میدونه که خودش کشته میشه. تعداد زیادی از علما میگن حتی اینم جایز نیست، و اونایی که میگن جایز هست طبیعتا دلایلی دارن از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه که در بعضی از جنگ ها، مثلا در جنگ با مرتدین، در جنگی که به حدیقه الموت معروف است، یکی از صحابه خودش رو به وسیله منجنیق پرت میکنه در داخل کفار به خاطری که در رو باز بکنه، و در رو باز میکنه و مجاهدین وارد قلعه میشن و اون رو فتح میکنن. این در حصر این عملیات ها که چه در مورد حرمتش چه اباحتش که ما داریم صحبت میکنیم، جنگی است که بین کفار و بین مسلمان ها باشه، جنگی که بین آن تعداد از کفاری که سرزمین های اسلامی رو اشغال کرده باشن، حقوق مسلمانان را پایمال کرده باشن، جرم جنایت کرده باشن که هیچ جرم و جنایتی بالاتر از اشغال سرزمین های اسلامی نیست. در اون صورت انسان ها با هر چی که در دست دارن در مقابل این متجاوزین می جنگن. ما اینجا در مورد جهاد داریم صحبت می کنیم، وقتی که جنگی باشد بین کفار و بین مسلمان ها. اما این که یک مسلمانی که خودش را مسلمان می داند برود و در یک مسجد خودش را منفجر بکند در بین نمازگزاران، ابداً و اصلاً این کار اسلامی و شرعی نیست. هیچ کس از علمای مسلمان این رو جایز ندانستند، غیر از همین سران گروه های تکفیری که غیر از خودشون همه رو کافر میدونن. در عبادتخانه های مسلمانان، در مساجد و در بین قرآن کریم بمب رو جاگذاری کردن، در مساجد گذاشتن، اینها اعمال وحشیانه ای است که هیچ ربطی به اسلام و مسلمان ندارد. اگر کسی ذره ایمان به اندازه یک مثقال خردل ایمان در دلش باشد، این کار رو انجام نمیداد. این کلا یک عمل ناجایز و عمل جنایتکارانه است، و کسی که این کار رو انجام میداد، این انسان اصلا بدور از اسلامیت و این مسائل اصلا از انسانیت بوی نمیبرد که این کار رو بکند. نه تنها در عبادتگاه مسلمانان، حتی در عبادتگاه های غیر مسلمانان، حتی اگر بتخانه باشد، کلیسا باشد، اماکن عبادت بودایا باشد، سیک و هندو و غیره باشد، که کسی برود در آنجا خودش رو انفجار بدهد، نه در قرآن کریم نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همچین چیزی جایز نیست. و کسانی که این اعمال رو شروع کردن و انجام میدهند همین گروه های تکفیری هستند که اول مردم رو تکفیر میکنن، بعد از اون که تکفیر کردن ریختن خون آنها رو به هر شکلی که شده است جایز میدانند، و این عمل اسلامی نیست، انسانی نیست. کسانی که این اعمال رو انجام میدن اینها انسان نیستن اصلا، بدور از اینکه ما بیایم در مسئله اسلام و ایمانی مسائل صحبت بکنیم. این یک عمل وحشیانه ای است که عمل جنایتکارانه است که متاسفانه در خیلی از این گروه هایی رو که شما میبینین، گروه های تکفیری که خاصا در 30-40 سال کشورهای اسلامی فعالیت میکنن، در پشت سر اینها بیشتر سازمان های استخباراتی هستند که از احساسات و عواطف جوانان مسلمان سوء استفاده میکنن برای اهداف استخباراتی خودشان. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. زنده باشید، سلامت باشید.
از تاجیکستان خیلی وارد میشویم و صحبت میکنیم دیگر صحبت های گذشته. ما از شما خیلی مینتداری. سلامت باشید. سلامت باشید مردم. ملت تاجیک الله از شما راضی باشد. امروز خلاصه یک روزی یک نفر برآمدن خیلی از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنقید کردن، ولی باید مسلمان تنقید پذیر باشه، قبول داریم. بله. اما نه اون درجه را که انسان خدمت هایی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای ملت انجام دادگی بود ناگرفته و نادیده شد. درست. مطمئن شخصی فرسوک‌الله بودن که خدمت کردن تا سال 2014 آخرش 15. بله. ولی اون کسا بودن که خدمتشون به ملت میرسید و مسجد محکم کردن، مسجد را بسته نمیشدن که حجاب گرفته نمیشد. کسایی که تنقید میکنیم کجا هستیم؟ کجا هستیم که ببینیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان من خود هستم، من اعضای حزب نهضت بودم، خلاصه که اون زمان میشناختیمش، لیکن خدمتاشون واقعا رسیدن برای ملت. امروز یک مولای محمد علی فیض محمد اسمشون از دنیا گذشتن، اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان ابدی حبس بودن، امروز از دنیا گذشتن. انا لله و انا الیه راجعون. انا الیه راجعون. من تصحیح عرض میکنم برای ملت تاجیک امروز مصیبت خیلی بزرگ بالای سرشون آمده، خیلی یک عالم ربانی. الله از شما راضی باشد. یک دعای دست جمعیان به حق جناب مولوی مرحوم کرده شود. بسیار از شما منت داریم. الله از شما راضی باشد. سلامت باشید. الله متعال حفظتان کند. سلامت باشید برادر عزیز. علیکم السلام. الله سبحانه و تعالی جناب مولوی صاحب و همه مظلومینی رو که در زندانهای طواغیت به خاطر اسلام، به خاطر عقیده، به خاطر مسلمانان زندانی هستند یا به شهادت رسیدن، الله سبحانه و تعالی شهادتشان را قبول بکند. الله سبحانه و تعالی همه این زجرها و ستمهایی رو که کشیدن در میزان حسناتشان قرار بدهد. طبیعتاً ما نباید از زحمات و قربانی هایی که حرکت های اسلامی بعد از سقوط خلافت اسلامی از سال 1924 و 23 به بعد تا امروز در کشورهای مختلف، شهدایی که برای استقلال و آزادی در همه کشورها، در کشورهای مصر، جزایر، تونس، لیبی، افغانستان، تاجیکستان، در آسیای میانه، در کشورهای مختلفی که به خاطر اسلام و در مقابل استعمار و متجاوزین جنگیدن و به شهادت رسیدن، آنهایی که در زندانها جان دادن، آنهایی که شکنجه شدن و زجر کشیدن و چه تعداد زیادی از زنان و مردانی که به خاطر فقط عضو بودن در سازمان‌ها و حرکت‌های اسلامی بعد از اون بیداری اسلامی که ایجاد شد در بین مسلمانان در زندان‌ها شکنجه شدن، زجر کشیدن. نباید اونها رو فراموش بکنیم، نباید قربانی‌هایی که اونها دادن رو نادیده بگیریم. این که گاهی اوقات انتقاد می‌کنیم، بله، انتقاد از عملکردشان، انتقاد از کوتاهی‌هایشان، اما هیچ وقت اون فضل اونها رو، اون زحمات اونها رو، احسان اونها رو به امت اسلامی فراموش نمی کنیم. انتقاد چیز دیگری است و اینکه انسان کلاً منکر خدمات آنها شود، منکر قربانی هایی که دادن در طول این سالها، اون مسئله دیگری است که نباید این رو فراموش بکنیم. به هر صورت الله سبحانه و تعالی همه مظلومینی رو که در زندانهای ظالمین زندانی هستن، الله سبحانه و تعالی آزادشان بکنه و به آغوش گرم خانواده هایشون برگردن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. واسه دوستان عزیز. سلامت باشید، الله متعال حفظتان کند.
شما مراجعت کنم. بفرمایید. استاد نام پدرش ایشان قیام‌الدین است، از حزب نهضت به نام اسلامی پیشنهاد بلوچستان. بله. استاد در شهر قم ایستاده و فتنه اندازی میکنه. بعضی از شبهات همه را میخواستم استاد جواب بگید. خب یکی از شبهاتش رو بیان بکنید، انشاءالله در مورد صحبت میکنیم. استاد نسبت حضرت امام حضرت ابو هریره رضی الله عنه، بله، میفرماید گویا که حضرت ابو هریره در بحرین دزدی کردن و حضرت عمر بن خطاب او را دوره زده باشند و دیگر تهمت های که گویا حضرت ابو هریره چشم چرانی کردن نسبت نامحرم و همین خیلی شبهات میاندازد. باشه در این مورد در کتاب صحیح بخاری گویا باشد که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با همراهی عایشه رضی الله عنها در حالت حیض هم مخاطبه کردن. بخش استاد بعضی از همین گونه شبهات را میاندازد. خب ببینید برادر عزیز، این مطالبی که شما ذکر کردید اگر این انسان گفته باشد اینها دروغ‌هایی است که بارها و بارها ما جواب دادیم در برنامه‌های مختلف. در سایت قلم یک کتابی هست به نام کتاب برهان در تبرئه ابو هریره از بهتان. کارگردان عزیز ما اگر که بتوانن این کتاب رو لینکش رو در کامنت بگذارن، کتابی است که همه این شبهات رو ما جمع‌آوری کردیم، به فارسی هم ترجمه شده، در این کتابخانه نشر کردیم. در موردی که علیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم با حضرت عایشه، ببینید اینا میخواهند مثلا در مورد از حضرت عایشه رو بهش توهین بکنن، بهش اهانت بکنن، یا به بخاری که کتاب صحیح ترین کتاب در نزد اهل سنت بعد از قرآن کریم است، در این کتاب تن وارد بکنن، اما بیچارا نمیدانن که با این کارشان در حقیقت به پیامبر صلی الله علیه و سلم دارن توهین میکنن. یعنی اگر ما بخوایم این چیزها رو باز بکنیم در مورد اینها که چه مطالبی چه فضایحی در کتاب‌های اینا وجود دارد در مورد ائمه اهل بیت، در مورد کسانی که اینها اونا رو امامان خودشان میدانن، باور کنید اگر که صدها برنامه بریم هنوز کم است. من باور کنید در کامپیوتر خودم پر دارم صحنه‌های مثلا اصلا صحنه‌های سکسی در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مورد امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام سجاد، در مورد اینها در کتاب‌های اینا وجود، در مورد فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. منتها چرا اینها رو ما پخش نمی‌کنیم؟ چرا اینها رو در موردش صحبت نمی‌کنیم؟ چون والله آدم خجالت می‌کشد که چطور این مسائل رو شیعیان نسبت میدن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که انسان از ذکرش خجالت میکشد. والله با کنایه هم نمیشه در مورد اون صحبت کرد. و این متاسفانه این روش اینها است، دروغگویی و تلبیس، خیانت. مثلا الان روزهای جمعه ما برنامه داریم، یک از اینا مرد نمیشه مثلا زنگ بزنه، تماس بگیره، بیاد در مورد این مسائل بحث بکنه، گفتگو بکنه. میشینند پشت یک دوربینی کلیپ ضبط میکنن، بعد در اینترنت میگذارن یا پخش زنده میرن بدون اینکه اجازه بدن به کسی به دروغ‌های اینا پاسخ بده. به همین دلیل اصلا شنیدن حرفای اینها، گوش کردن حرفای اینها شرعاً جایز نیست. در سوره نساء الله سبحانه و تعالی میفرماید که اگر دیدید در جایی که با آیات الهی تمسخر میشد، رشخندی میشد، توهین میشد، شما با آنها ننشینید، یعنی حرف آنها را نشنوید، و اگر با آنها بنشینید، حرفای آنها را گوش بکنید، شما هم مثل آنها خواهید بود. و خداوند کافران و منافقان را با هم یک جا جمع می کند. یعنی انسانی که مسلمان است اصلا نباید در مجالس اینا حضور پیدا کنه. اینا انسان‌های بی‌حیایی هستن که از 10-12 سال ما در وصال به شبهات اینا پاسخ دادیم، اما باز دوباره همونو میان نشخوار میکنن. تشکر برادر عزیز. استاد عزیز یک دقیقه بفرمایید. استاد من درباره اینها 100% میدونم، اینها همیشه بهتان و تهمت میزنن، اما یک چیز هست که استاد
شبهات ما بعضی شخصیت ها باور کردن، وقتی که یا سخن میکنن بعد علمای اهل سنت جواب نمیگن یا گمان میکنن که اینا حق هستن. استاد بسیاری ها پیروای اینها شدن، دعوا میکنن که 1400 سال شد هیچ کس با ما جواب نمیگن. 1400 سال شد. استاد یک سوال دیگه، همین در همین مسئله، در مسئله همین یک کتاب صحیح بخاری مسلم همین کتابا رو نامبر کرد. مسند احمد، سنن ترمذی گفت از جابر ابن سبوره نقل است که گویا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته باشد که بعد از من 12 امام همه خیر در واقع همین امامت 12 امام باشد. خب نص روایت رو بگید. علمای ما این رو پنهان میکنن به همین لفظ. نه، هیچ اصلا کسی پنهان نکرده. الان من این رو همه هست در کتاب های حدیث هست. الان من برای شما یک کتابی که اون رو سنن ترمذی کتاب شیطان باب 46 حدیث 1. خوبه. الان دوستان عزیز شما اگر صفحه چیز رو نگاه بکنید من خدمت شما این رو نشون بدم. بله. از جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنه روایت است که میگه که سمعت يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ماذا قال كلهم من قریش. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که این امر یعنی امر اسلام، عزت و سربلندی اسلام پایدار خواهد ماند تا وقتی که 12 خلیفه بر مردم حکومت بکنن. در روایت بخاری است و مسلم و لفظی که ذکر کردم از مسلم است. در لفظ دیگری میاد که لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفة. اسلام سربلند و عزیز است تا وقتی که 12 خلیفه حکومت بکنن. در لفظ دیگری لا یزال هذا الدین دین عزیزا منیعا الی 12 خلیفه. این دین عزیز است، سربلند است تا وقتی که 12 خلیفه حکومت بکنن. بعد از اون در لفظ بخاری میگه یکون 12 امیرا، که 12 امیر باشد. فقال کلمتا لم اسمعها، و یک حرفی گفت که من نشنیدم. از پدرم پرسیدم که چی بود، گفت کلهم من قریش، همه اینها از قریش هستند. الان من این مثلا همین شبهه رو هیچ کس پنهان نکرده، مثلا اینو میگم پنهان کرده. در بخاری هست، در مسلم هست، چاپ میشه، همه میبینن. در هر کتابخانه ای که برین این روایت هست. اهل سنت هیچ وقت روایتی رو پنهان نکردن. منتها الان من از شما یک سوال میپرسم و از همه شیعیان دنیا، از اینایی که این دلیل میارن، این حدیث رو میگن این 12 امیر یا 12 خلیفه ای که در اینجا 12 امیر یا 12 خلیفه که ذکر شده منظور 12 امام شیعه است، درست است؟ میگن این یک دلیلی است که میدانم. خب میخوام بپرسم از شما، یعنی اینا میگن که همین 12 نفری که در اینجا ذکر شده است، این 12 نفر کیا هستن؟ 12 امام شیعه هستن. یک سوال منطقی که یک طفل کودک اهل سنت هم این را میداند. از 12 امام شیعه چند تای اینها حکومت کردن؟ شما خبر دارید؟ حضرت علی خلافت کرد بعد از شهادت حضرت عثمان و امام حسن بله از امام حسن 6 ماه و حضرت علی هم چند سال، 3 سال تقریبا، کمتر بیشتر. الان بقیه امامان شیعه آیا خلافت کردن یا نکردن؟ نکردن. شیعه و سنی متفق است بر این که بقیه امامان شیعه خلافت نکردن. در روایت میگه که اسلام
یک لحظه برادر عزیز، در روایت میگه که اسلام عزیز و سربلند است تا وقتی که 12 نفر حکومت بکنن. آیا در زمان امام حسین به قول شیعیان اسلام سربلند بود یا اسلام ذلیل بود؟ به قول شیعیان چی میگن؟ اسلام ذلیل بود، چون که یزید ابن معاویه خلیفه بود، امام حسین به شهادت رسید. در زمان امام سجاد در خواری و ذلت و بدبختی در مدینه زندگی میکرد به قول شیعیان، به قول ما نه. امام باقر همینطور، امام صادق همینطور، بقیه امامان اینها همه در بدر، خاک به سر، مظلومانه کشته می شدن، زهر طبق روایات شیعه. کدام عزتی در اسلام وجود داشت؟ و ثانیاً اینها کدامشان خلیفه شدن؟ حدیث 12 خلیفه اشاره به این است که 12 شخص از قریش حکومت می کنند که در زمان حکومت آنها اسلام سربلند است. هیچ کدام از امامان شیعه غیر از سیدنا علی و امام حسن به مدت 6 ماه هیچ کدام از اینا حکومت و خلافت نکردند. پس این حدیث هیچ ربطی به شیعه ندارد که بیاید بگوید که والله اینجا 12 امام ذکر شده است. اینا ثانیاً یک مشکل دیگرشان چی است میدانید برادر عزیز؟ اینها میان هر جایی که کلمه 12 باشد فکر میکنن که این 12 امام منظورش است. یک روز با یک آخوندی بحث داشتم در شبکه وصال، شاید دوستان دیده باشن. گفت من از قرآن ثابت میکنم که 12 تا امام وجود دارد. گفتم در چی، از کجای قرآن؟ گفت ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. تعداد ماها، ترجمه ما چی است؟ میگیم تعداد ماها در نزد الله سبحانه و تعالی چی است؟ 12 ماه است. ماهای اسلامی هجری قمری چی است؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. 12 ماه. تفاسیرش چی میگه؟ میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، یعنی 12 اماما. یعنی اینجا 12 که ذکر شده به معنی 12 امام است. این آخوند که این حرف رو زد، گفتم میبخشید این 4 امام حرامزاده کدامشان بودن؟ که 4 امامی که حرامزاده بودن. اعصابش خراب شد. آقای انصاری توهین نکن به اهل بیت، توهین نکن به امامان ما. گفتم برادر عزیز من توهین نمی کنم. تو خودت گفتی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، یعنی 12 اماما. در ادامه آیه میگه و منها 4 حرم، و 4 ماه که هست ماهای حرام است، رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. الله متعال میگه که 4 تا از این ماها حرام است. تو که وقتی 12 ماه رو به 12 امام تفسیر کردی، این 4 تا حرام رو به کدام امامای حرامزاده تفسیر میکنی؟ اعصابش خراب شد. گفتم بابا جان مادامی که تو اینطوری قرآن رو تفسیر میکنی، ما هم اینطوری مجبوریم به شما جواب بدیم. هاشا و کلا که ما به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین بکنیم. اونا نور چشم ما هستند و محبت آنها جز ایمان ماست. لکن اینها آمدن خودشان را مسخره کردن، مثل کسی که هر سیبیلویی رو در بازار دید فکر بکنه که پدر بزرگش هست. خب اینطوری نمیشه که هر جا کلمه 12 آمده بود منظور 12 امام است. بفرمایید برادر عزیز. استاد از همین منظور از همین حدیث 12 انسان کی باشه استاد؟ ببینید در اینجا نگفته که اینها مسلسل پشت سر هم میاین. میتونه حضرت عمر باشه، ابوبکر باشه، عثمان باشه، علی باشه، در بین خلفای بنی امیه مثلا عمر ابن عبدالعزیز باشه، در بین خلفای بنی عباس مثلا هارون الرشید باشه، در بین خلفای به اصطلاح مثل صلاح الدین ایوبی باشه. خیلی از کسانی که بودن از عرب بودن، از قریش بودن و اینا میتونن باشن. یعنی حتما مجبور نیستیم که ما بگیم که والا 12 تا پشت سر هم میاد. اگر همین 12 تا پشت سر همش هم اگر ما حساب بکنیم بر اساس اعتقاد شیعه که بگیم 12 تا امام اهل بیت هستن، الان پس نوبت کدام امام است؟ نوبت امام مهدی است، نه امام زمان که میگن غایب شده. الان برادر عزیز من از شما یک سوال میپرسم. ملت تاجیکستان در بدر خاک به سر یک طاغوت اونجا حکومت میکنه، حجاب ممنوع، نماز ممنوع، حج ممنوع. ملت فلسطین
40-50 هزارش به شهادت رسیده، در به در خاک به سر. افغانستان، پاکستان، هر کشور اسلامی رو ببینید یک مشکلی دارد. این امام زمان کجاست که بیاید مسلمان ها رو نجات بدهد الان؟ آیا مسلمان ها الان در زمان امام زمانی که غایب است مسلمان ها خوار و ذلیل هستند یا عزتمند و قدرتمند هستند؟ این سوالاتی است که منطقی ما از اینها میپرسیم اگر جواب بدن برادر عزیز. و اون روایتی هم که در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ذکر میکنه که میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت حیض علیاذ بالله با ام المؤمنین عایشه مثلا هم بستر شدن. این احمقا عربی رو نمیفهمن، نصوص احادیث رو نمیفهمن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی که همسرانشون حتی در عادت ماهانه می بودن در کنار آنها می نشستن، اونها را در آغوش می گرفتن، باهاشون صحبت می کردن، چون که در زمان جاهلیت در بین همه اقوام، حتی در اروپایی که امروز خودشون را متمدن می دانن، در اون زمان اعتقاد بر این بود که در دوران عادت ماهانه زن باید اصلا داخل خانه زندگی نکنه، زن را از خانه بیرون می کردن. این دوره عادت ماهانه مثلا 3 روز، 1 هفته، 10 روز طول می کشید. یک جای مخصوصی خارج از خانهشون مخصوص درست کرده بودن، زن باید میرفت در اونجا مینشست تا وقتی که پاک میشد. اسلام آمد گفت نه، این یک چیز طبیعی است، در زن وجود داره، در خانه زندگی میکنه. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این احادیث وقتی که ذکر شده در بخاری به خاطر این است که زن و شوهر امروز رفتار و اخلاق و تعامل برخورد با همدیگر رو یاد بگیرن، اما اینها چون در دلهایشان مرض است، همین که این شبهه را مطرح میکنه. خدا میدونه خواهرش صیغه کدام آخوند است، زنشو کدام آخوند دیگه صیغه کرده، چون که اینا جو آخوندیزم، جو حوزه های اینها یک جو عدم اعتماد جنسی وجود داره در بین اینها. معلوم است که خواهر کی صیغه میکنه، مادر کی صیغه میکنه، بینشان اینطوری است. دلهای اینا چون کثیف است، مثل یک نفری که مثلا بیمار از زکام هست، سرما خورده، شما یک گل خوشبوی محمدی رو بهش بدید، بگید بو کن، میگه بو نمیده. بعضی که خیلی وضعش خراب باشه میگه بوی بد میده. مشکل در گل نیست، مشکل در دماغ گندیده این طرف است. اینها چون خودشون در این یک خانواده‌ای بزرگ میشن، در این یک جوی زندگی میکنن که هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. مثلا پدر به دخترش در حوزه علمی قم اعتماد نداره، چون که خبر نیست که دخترش با کی صیغه کرده، دیشب بغل کدام آخوندی خوابیده بوده. حتی همینی که این شبهه رو مطرح میکنه در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه، حتی به خواهرش، به همسرش، به دخترش هم اعتماد نمیتونه بکنه، چون معلوم نیست که پنهانی با کی رفته صیغه کرده. به خاطر همین اینها به زندگی دیگران، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، با همین نگاه میبینن که انگار اونها هم این کارا رو انجام میدادن. والعیاذ بالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن گفتن این همسر تو اگر که عادت ماهانه گرفت، این یک چیز طبیعی است که همه دختران آدم علیه السلام دچار این عادت میشن در اون زمان. به خاطر چون ببینید تا امروز علما ثابت شده که خانم ها وقتی که دچار عادت ماهانه یا پریود میشن، حتی به خاطر هورمونایی که ترشح میکنه، حتی مزاجشون، اخلاقشون، برخوردشون تغییر میکنه، بد اخلاق تر میشن، تندخوتر میشن، عصبانی تر میشن. به خاطر همین علما امروز، علمای کفار غرب، میگن که در زمان عادت ماهانه باید با زن مدارا کرد، باش دلداری، از استرسش به اصطلاح کاهش داد، یعنی تحملش کرد. چرا؟ این تغییرات هورمونی که در بدن زن ایجاد میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدونی که این مسائل علمی رو ذکر بکنن، در دوران عادت ماهانه با همسرانشون محبت بیشتر میکردن، خوش اخلاقی میکردن، خوش برخوردی میکردن. و این به خاطر چی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر الهی بودن و این مسائل رو میدونستن. الله سبحانه و تعالی در نهاد ایشان قرار داده بود. اما اگر در اون زمان میگفتن هورمون و نمیدونم تغییرات ژنتیکی و فلان و هورمونی و این چیزا، مردم متوجه نمیشن که این داره چی میگه. به هر صورت اینا چون خودشان مریض هستن، به همه امت اسلامی با دید خودشان میبینن. تشکر برادر عزیز. استاد عزیز تشکر زیاد. شما یک استوانی هستید در گروه اهل بدعت.
الله حفظتون کنه. سلامت باشید برادر تشکر عزیز. زیاد. سلامت باشید. تشکر شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما خوب هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز، با تلفن صحبت کنید با من. بله بفرمایید الان. صدای ما را دارین؟ بخیر هستین؟ بله ما بله. فکر کردم که برنامه شما لایف است. فکر میکنم از طریق یوتیوب شما را تعقیب میکردیم. بله لایف هست اما با تأخیر در یوتیوب پخش می شود، با چند ثانیه تأخیر، به خاطر همین صدا دیرتر. الان مثلا اگر یوتیوبتون رو باز کنید، صحبت‌های من و خودتان رو الان دارید میشنوید اونجا. خب بخیر و باعزت باشی. سلامت سلامت باشی. باشین. انصاری سے بزرگوار در ارتباط امی اهل تشیع و مذهبشان شما گپ میزدن. بله. و درست است که هر موضوع را که شما مطرح میکنن و مربوط به خودتان میشه و امروز جهان اسلام و خصوصا امت اسلام به می گپا ضرورت داره که شما میگن که خونه میتور است دخترش در پالو کی خوابیده و کی نخوابیده. می قضیه در فکر ما اینقدر زیاد اشد نیست و مهمتر نیست که شما در یک تلویزیون جهانی آنلاین برای تمام جهان مسائل را پخش کنه. شما یک لحظه برادر عزیز، میبخشید برادر عزیز. من شروع نکردم، بیننده‌ای تماس گرفت، گفت که یکی از دعوتگران شیعه معروف تاجیکستان در برنامه خودش گفته که در صحیح بخاری حدیثی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان عادت ماهانه با ام المؤمنین عایشه صدیقه هم بستر می شده. من در جواب او این صحبت ها رو کردم. شما مثل این که برنامه را از اول ندیدید. خواهش میکنم استاد گرامی، گپت خود درست است و در بازار و یا در جنگل هر قسم چه است جناور پیدا میشوند. الحمدلله ما شما مردم مهذب هستیم، با اخلاق هستیم، با فرهنگ هستیم و مقتدای او پیامبر هستیم که او وقتی که خود برای میکرد عام گپ را میزد، مشخص به کسی نمیگفته. و ما اکثر اوقات شما را تعقیب میکنم، یا به نام سیاف یا به نام یک دیگه مولا را میگیرن، دو میزنن، دشنام میزنن. خدا شاهد است از روی برادری برایتان میگم امگپای عام را بزنن، به کسی دشنام و دو نزن، چرا که تو یک برادر اهل سنت هم هستی. و همینطور نیست که کل شیعه مثل اون نفری که با عایشه رضی الله عنها یا مثل لایاری واری یک بیعقل و احمق باشه و او دشنام بتا. بسیار اهل تشیع هستند که اونها خودم از بدعات و امی خرافات بیزار هستند. دوست عزیز، برادر بزرگوار، ببینید یک نفر مثل سیاف یک شخصی است که معروف است. وقتی او بلند میشه میگه که جهاد بر علیه طالبا واجب است، درست؟ یا ملا فلانی، مولای فلانی که بلند میشه با اسم و رسمش میگه جهاد بر علیه امارت اسلامی واجب است. وقتی که ما به او میگیم این انسان منافق است، این انسان دروغگو هست، این توهین است، این اهانت است. بیادرم گپ شما خو مربوط به خودتان میشه و این قضایه نه مربوط به خود ما. ببینید برادر عزیز، مربوط به خود ما و خود شما نیست. الان یک ملایی با اسم و رسمش میاد یک حرفی رو میزنه. این کلماتی که ما ذکر میکنیم در مورد سیاف و غیر سیاف، اینا کلمات شرعی است برادر عزیز. اگر گفتیم منافق، بله، انصاری سے بزرگوار بیادر بسیار زیاد محترم، گوش به همین قضایه افغانستان و تقریبا 40 سال میشه که جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، طالب اسلامی، داعش اسلامی، جمهوری اسلامی، امارت اسلامی و به یک دیگر کافر و مرتد و فاسق و منافق گفته و ملت را تباه کردن و باید به صفت یک دعوتگر و می اصول روش دعوت حفظ کو به یک طرف هیچ وقت خود واقع نساز. نه ببینید ما طرف هیچ کس نیستیم، الحمدلله برادر عزیز، ما طرف هیچ کس نیستیم. اما آیا وقتی یک نفر اعمال منافقین را انجام میدهد ما با او باید منافق بگوییم یا نگوییم؟ چی بگوییم؟ مشخص نگو بیادرم. ایرا گفته میتونی که
این عمل کسی که داشته باشه اون منافق است و در این منبر تو نام یک فرد یک شخص را نگی، عام گپ را بگو بیادر ماستی بزرگوار ماستی، پس همه مردم گپ تو را به صفت یک میانجیگری یک دعوت و مصلح تو را قبول دارن. برادر بزرگوار، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرعون ذکر کرده، اعمالش ذکر کرده. یعنی بعد در قرآن کریم میگفت که الذی قال کذا و کذا، درست نیست. یعنی مثل سیاف، مثل کسایی که اینها رؤوس نفاق هستن، ذکر اینها هر کسی که بگه خدا در قرآن نام او را که گرفته، پس تو هم خدا جور کنی نام سیاف را بگیری. پیامبر وقتی که در محراب در منبر در گپ دعوت را که میزد و مشخص به هیچ کسی نمیگفت، بلکه میگفت فما بال القوم، و کسی که خصلت عادت را داشته باشه چه خواهد بود، و کسی که در نماز صبح نمیاد مشخص معلوم بود که نماز صبح منافق. و همین پیامبر اسماء رؤوس کفار را در نماز صبح گرفت و بر علیه اونها دعای قنوت خواند. خدا لعنت کند فلانی را، خدا لعنت کند فلانی را، عتبه را، شیبه را، ربیعه را، فلان را. همین پیامبر گفت که ابو جهل فرعون این امت است. ابو جهل خو معلوم بود که کافر بود و حتی در خلاف مسلمانان سلا را بالا کرده بود، به خلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم در میدان آمده بود و آزار و اذیت کرده بود. حتی در قرآن مگر امین سیاف برادر عزیز 20 سال، همین سیاف برادر عزیز خواهی نظر شماست برادر عزیز، امین سیاف در طول 20 سال که افغانستان اشغال بود در همین کابل صبح تا شام نمی گفت که اینها را بکشین، به اینها رحم نکنید، اینها را سرشان را بزنید، اینها باغی هستن، اینها فلان هستن. به همین طالبان نمی گفت همین حرفا را 20 سال کامل. شما الان به سیاف چی میگین؟ بهش میگین مؤمن متدین صحابی جلیل؟ یک کار را میکنه گورش گردنش بیادرم و همینطور نبود که و اونجا هم نه در اسلام گورش گردنش نیست. در اسلام و اونجا اونها او وقت حاکم بودن و اونجا نظامشان بود. بسیار علمای کرام اونجا حضور داشتن، در او کشور زندگی آزادانه و مسالمت آمیز خود را پیش می‌بردن. کدام زندگی آزادانه و مسالمت آمیز برادر عزیز؟ 20 سال کشورتان توسط ناتو و امریکا اشغال شده بود. کسی یک مسئول حکومتی در افغانستان جرأت نداشت که به یک امریکایی بگه بالای چشمت ابروست. نه وزیر ما، نه رئیس جمهور ما، هیچ کس ما حق اختیار از پیش خودش نداشت. شما میگید که مملکت آرامی بود و همه بودن، علما بودن، فلان بودن. علما باشن، علما الان هم در کنار رحمانوف هم علما هستن، در کنار فرعون هم بلعم باورا بود. بیادرم گوش کو تو اصلا همینطور است که هر وقت شما قیاس فاسد کرده همینطور اذهان مردم را مغشوش میکنن و همیشه در طرف واقع شده به دعوتگران بسیار ضرر رساندن و ما با بلعم باورا چی کار داریم؟ ما با امام علی رحمانوف چی کار داریم؟ نه موضوع کشور هستیم و شما اگر که می اصول فتوه و میرا خوانده باشن صاحب البیت ادرا بما فیها و خود تاجیکستان علما داره اونجا و اونا اونجا نظامشان هستی و اونا مصلحت خود را میدانن. تو در خون ششتی همینطور مردم را کسر کافر میکنی، کسر فاسد میکنی، کسر بلند بین باورا میکنی. برادر عزیز همین حرف شما برادر عزیز همین حرف شما مطابق برادر عزیز همین حرف شما مخالف قرآن کریم است. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان هذه امتکم امه واحده، این امت شما یک امت است، چه تاجیکستان باشد. پس شما لحظات پیش گفتین تو را چی، لحظات پیش میگین تو را چی به رحمانوف، تو را چی به تاجیکستان. امروز اگر یک خاری به پای یک مسلمان آمریکایی، چینی، روسی، تایلندی، تایوانی در هر گوشه دنیا بخلد، ما مسلمان ها مسئول هستیم که ندای مظلومیت او را به جهانیان برسانیم. چقدر مسئول هستی خودتی را بگو. 100% مسئول هستیم. 100% چه رقم بس دیری؟ هر کس به اندازه استطاعت خودش. من امروز این منبر رو دارم، صدای مظلومیت مسلمانان را به گوش بینندگان میرسانم. به شما چه مشکلی میرسد؟ یعنی
مشکل ما یست بیادریم که بسیار اوقات همی درست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم بعض اوقات میگفت که از اطراف یک نفر یک صحابی میآمد یک سهرانشینی میآمد از او که پرسان میکرد او میگفت که ما مفتی نیستیم و امی کثرت تجمع مردم را پشت ما سائل نکنن برن از فلانی عالم پرسان کنن اونها در محضر علم هستند و بسیار اوقات میتونن باشن صادق بزرگوار پشت پرده یک قضیه می باشد بیرون پرده دیگر قضیه می باشد و شما امروز ما را بگوین که امام رحمانوف است که چی است او را کی مجبور کرد که به خلاف حجاب گپ بزنه و میتون روی بعض دعوتگران و بعض به حماقت بعض مسلمانان بی سواد عملشان و بالاخره اونها برادر عزیز شما الان به مسلمان ها گفتین شما الان به مسلمانان تاجیکستان گفتین احمق و بی سواد، این توهین نیست؟ تاجیکستان انا میگم احمق و بی سواد اون مردم را میگم که امروز می فتنه را بین مسلمانان. خب شما چرا به اونها توهین میکنید؟ شما به خودتان شما لحظات پیش به من گفتید که تو توهین میکنی به سیاف یا به دیگران، الان خودتان به بعضی از مسلمان ها توهین کردین، گفتین که احمق بی سواد. نام کسی را نگرفتم، ما کسی که میتور توهین شده و بی سواد اصول گفتم. اگر تو خودت بی سواد کی است برادر عزیز، کی است امین احمق بی سواد؟ احمق بی سواد کسی است که از دین خبر نیست، برادرم خودش او برابر شریعت نیست و کسی را کافر میگه، کسی را منافق میگه و دور از دراز یک جای شیشته از قضیه یک مردم خبر نیست، قضاوت میکنه. کی را کافر گفته؟ کی را کافر گفته برادر عزیز؟ کی را کافر گفته؟ شما تو چی کار هستی که تو مردم تاجیکستان را کافر میکشی؟ من گفتم مردم تاجیکستان کافر هستن؟ اوه امام رحمانوف میگه کسی بلند بن باورا میگی، کسی را فرعون میگی. من کی گفتم که فلانی برعم باورا است فلانی فرعون است؟ بیشتر تو چی گفتی؟ من از شما سوال کردم که وقتی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرعون ذکر کرده، بلعم باورا رو ذکر کرده، اسمای اینا رو ذکر کرده، فرعون و نمرود و اینا رو ذکر کرده، یعنی قرآن کریم توهین کرده به شخصیت فرعون؟ علیاذ بالله سعی کنن یک جاس فاسد را تو نکو. اگر که قرآن بلد باشی گپ خدا جای خود است و شیوه دعوت دیگه چیز است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم وقتی که مردم را دعوت میداد و نام کسی را نمیگرفته و عموما گپ میزد. ما تو را گفتم بیادریم و نام کسی را نگی و کسی که عمل نفاق داشته باشه او را برملا. والله ما ببینید ما 1000 مرتبه میگم خداوند سیاف را، شما اگر که از به خاطر سیاف حسابتان خراب است، خداوند سیاف و امثال سیاف جنایتکاران را در افغانستان میلیون بار لعنت بکنه. دیگه چی؟ بیادریم ما نه طرفدار سیاف هستیم نه کی هستیم. خیلی چرا دلت درد کرده برادر عزیز؟ ما کی را بد گفتیم؟ ما ریش را کوتاه کردی، قرآن و حدیث را به هم میگی و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که ریش را صلوات و سلام نه برادر عزیز، امی درود فرستادن به پیامبر اول یاد بگیر برادر عزیز. امی یک لحظه درود فرستادن، یک لحظه گوش کن برادر عزیز، گوش کن برادر عزیز. اول امی درود فرستادن به پیامبر یاد بگیرین شما. صلوات و سلام نیست. صلوات و سلام یعنی چی؟ مثل که اشرف غنی میگم صلی الله علیه و آله و سلم. آفرین. درود سعید درود بفرستی، صلوات و سلام نگید. تون بله آفرین، اینطوری درود بفرستید. در صورت برادر عزیز، دوست عزیز، کسی را تشنام نتی در منبر تو دعوت امت پیامبر را میکنی، امت وسطا آیت را میخوانی. برادر عزیز من به شما میگم سعید درود بفرست، تو به من میگه احمق. این ادب است؟ یعنی این ادب کی به شما یاد داده؟ احمق چی وقت گفتم؟ تو احمق نه، ما گفتم خودت یاد بگی. استغفر الله العظیم. خب چیز دیگه هم گفتنی دارید شما؟ فقط را داریم به لحاظ خدا بیادریم. اول قیافیت جور کو و بعدا شما به قیافه ما چی کار دارید؟ به روش ما چی کار دارید؟ دوست عزیز بیننده گرامی، یک نفری که ما او را کافر گفته باشم نشان بدید کی است؟ بسم الله. یک نفری که من گفته باشم فلانی کافر است بگید کی است؟ این اخلاق است که تو میگه که دختر اخون دبالو کی سقف کرده. اول شما بابا دختر سیغه کرده نمیتونه. در فقه
میشن و شما شیعه هستید؟ شما شیعه هستین؟ ما سنی هستم، مسلمان هستم. بابا جان شیعه میگه که کسی که صیغه بکنه یعنی وقتی که غسل میکنه از هر قطره آبی که از بدنش میچکه یک ملائکه فرشته‌ای به وجود میاد که برای طرف استغفار میکنه. شیعه یعنی صیغه کردن را عبادت میداند. شما چرا دلتان درد کرده؟ من به شما چه ربطی داره مادامی که شما سنی هستین؟ منظور ما چی است؟ وقتی که وکذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس که گپ وسطیت را میزنی، گپ امت واحد را که میزنی و شیعه هم از لحاظ که او اهل قبله ما است، پیامبر ما را قبول داره و خود او پیامبر شما را قبول نداره. او پیامبر شما را قبول نداره برادر عزیز. شیعه پیامبر شما را قبول نداره. قبول داره. نداره. ما میرفتم پیش شیعه تو امروز بیاریم که از تو قدر خود اسلام را نفهمه. نداره. پیامبر شما را سید نعمت الله جزائری میگه که پیامبری که خلیفه او ابوبکر باشد او پیامبر ما نیست، او خدا هم خدای ما نیست. شما از تو اونجا به صفت یک اهل سنت که می گفاره میزنی، اول ما مخالف اتصال میشم. ما یک سنی و یک مسلمان هستم و امیر رقم جزایری برای ما نه دین است و نه چی است. بابا مثل لایاری واری نه سید نعمت الله جزایر شما نمیشناسید برادر. اگر شما ندارید، اگر شما علم ندارید، نمیشناسید، این مشکل شماست. یک لحظه گوش کن برادر عزیز، گوش کن غال نکن. سید نعمت الله جزایری مثل امام ابو حنیفه، مثل امام بخاری، مثل امام مسلم یکی از استوانه های دین تشیع است. او میگه که خدای ما شیعیان، پیغمبر ما شیعیان، امام ما شیعیان که اهل سنت یکی نیست. شما از شیعه هم شیعه تر شدی میگی که نه یکی است. گوش کن بیادرم، تو چی میگی که اهل سنت امیر رقم مبتدعین و خرافاتی نیستن؟ من از مبتدعین و خرافاتی صحبت نمی کنم برادر عزیز. ما میگیم که اهل تشیع مبتدعین داره بیادرم، اونام خرافاتی دارن. تشکر میکنم. وقت ما رو ضایع نکنید دوست عزیز. شما برید یک کمی مطالعه بکنید، یک کمی علم یاد بگیرید، یک کمی عقاید اهل سنت و عقاید شیعه رو بخوانید. شما باور به خدا بکنید که نه علم یک لحظه شما من صدا شما رو بستم، قطع کردم به خاطر اینکه شما دیگه دارید وقت ما رو ضایع میکنید. دوست عزیز برو کمی درس بخوان، مطالعه بکن، کتاب ها زیاد است، از طریق اینترنت هم میتونی بری کتاب ها رو بخوانی. در مورد عقاید اهل سنت و عقاید شیعه برو مطالعه بکن، بعد از اون ایراد بگیر. شما از دو حالت خارج نیست، یا از این شیعه آیت الله محسنی هستید که دلت خیلی درد کرده به خاطر اینها، یا هم که از طرفداران سیاف هستید که به خاطر اینکه رهبرتان عقایقش و به اصطلاح جنایت‌هاش رو ما در موردش صحبت کردیم ناراحت شدی. از این دو حالت خارج نیستید شما. یعنی دوستانی که تماس میگیرن لطفاً بیاید در مورد به اصطلاح موضوعاتی که مطرح میشه علمی و منطقی صحبت بکنید. اینکه والا نه اینطوری من فکر میکنم که اینطوری نیست اونطوری است، این حرف منطقی نیست متاسفانه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوب هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید، الله متعالستان کنه. استاد واسه چند سوال داشتم، اگر وقت شما یا وقتی برنامه رو نگیرم، یک دو یا سه سوال داشتم. بفرمایید، خیلی کوتاه بفرمایید. استاد سوالا رو پیشنهاد میکنم، بعد جواب که کاری باشن میشه فرمان. باش بفرمایید. استاد هفته گذشته درباره ریبا سوال داده بودم، اگر درستون باشد. درست. گفتید که مثلا شخصی که میگیرد ریبا میگیرد، سود میگیرد، زمینی که میخرد در اون زمین مثلا عبادت شما حتی قبول نمیشه. استاد همین وقتی که همون زمین رو گرفت، مثلا اون فهمیده باشه یا که نفهمیده، اگر که همون زمین رو گرفت بعد به خاطری که مثلا از زمین رو گرد از توبه کرد که چی را داره همون که مثلا از همون گناه پاک شود، توبه کنه که زمین رو بفروشه. همین رو میخواستم بفهمم. بله، الان مثلا شما یک خانه ای گرفتید، با مثلا میگم یک خانه ای گرفتید به ربا،
درست؟ بعد از اون متوجه شدید که خانه بر ربا گرفتن جایز نیست، حرام است. شما اولا توبه میکنید. بعد از اینکه توبه کردید میروید با بانکی که مثلا همین زمین رو گرفتید، الان بانک ها اینطوری است، مثلا بانک به شما 10 سال به شما قسط داده است این خانه رو، درست؟ با یک فائزی، با یک سودی. شما برید به بانک بگید که من میخواهم همه این قسط هایی که در ظرف 10 سال قرار است که بپردازم را الان امروز میپردازم، درست؟ بانک عادتاً بانک هایی که قرض میدن، بانک هایی که به سود چیز میکنن، این است که میگن که خب الان مادامی که تو میخوایی که این خانه رو همه اقساطش رو خلاص کنی، برای تو مثلا 70% ما تخفیف میدیم، 60%، 50% تخفیف میدیم. به این شکل خلاص خانه را بگیرید، پول نقد بدهید و خودتان را از این سود خلاص بکنید. این نیست که مثلا حالا شما یک خانه ای رو گرفتید، نصفش سودش رو نصفش رو دادید، قسطایش رو دادید، خانه رو رها بکنید بروید نه یک جای دیگه کرایه بشینید. نه، این نیست. وقتی که فهمیدید که سود حرام است، از همان لحظه توبه کردید، برید با بانک. عادتاً بانک ها در این مسائل میگن خلاص مادامی که 15 قسطش رو دادی، 15 تای دیگرش مانده است، این 15 تا رو بیار بده بدون فایز، خلاص سند خانه رو به نام تو میزنیم. این بهترین راهش هست برادر عزیز. و بعد از این که توبه کردید، بعد از این که انسان توبه کرد از هر گناهی که باشد، بله بفرمایید. بفرمایید. وقتی که همون پولی که اصلا میگیرد در مدت 3 سال باشد، اگر همه پول پرداخت و خانه متوجه شد که همین کاری من خطا است، مثلا همه سود رو دو بعد متوجه شد. در این حالت چی می شود؟ در این حالت هم توبه کند؟ بله، انسان که توبه بکند، الله متعال لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی الله متعال بالاتر از طاقت انسان بر انسان چیزی رو، تکلیفی رو قرار نمیداد. شما وقتی که توبه کردید و توبه صادقانه بود و سعی و تلاش خودتان را کردید که خودتان را از این حرام خلاص بکنید، الله سبحانه و تعالی توبه شما را قبول میکند. وعده الهی است برادر عزیز. بله بعد از این که توبه کردید، بله. زنده باشید برادر عزیز. در همین قریه ما همین چیزا شما چون نوعیه قریه میگیم. بله ملاقای که پیزرها امام میشتوند، مثلا بین دستگاه هستن خاطری که تجوید خوب ندارن یا که نعوذ بالله بعض عملهای یا فکرهای شرکانه دارن، ما از پشت اونا اول خواندن نماز جو هست نیست، یعنی که اگر نماز خواند سوره فاتحه و زنگ صورت کردن امام جایز است. ببینید اگر امامی سوره فاتحه رو در نماز صحیح نمیخواند، طور اشتباهاتی دارد که معانی آیات تغییر می کند، نماز خواندن پشت سر او جایز نیست. متوجه هستید؟ چون کسی که سوره فاتحه رو صحیح نمیخواند نمازش صحیح نیست و طبیعتا امامی که سوره فاتحه رو صحیح بلد نباشد و صحیح نخواند، نماز خواندن پشت سر او جایز نیست. اما اگر بعضی از اعمالی دارد که به نظر شما مثلا اعمال فسق و فجور محسوب می شود و در اون ناحیه و در اون قریه امام دیگری وجود ندارد، مجبوراً این عقیده اهل سنت و جماعت است که در پشت امامی که فاسق باشد، فسق و فجوری داشته باشد، نه مثلا انسانی که زناکار باشد، شرابخور باشد، دزد باشد، نه، یعنی مثلا ریششو میتراشیده باشد. مثلا بعضی از امامای بعضی مساجد هستن ریششون میتراشن. الان کسی دیگری هم وجود ندارد در این منطقه که مثلا امامت انجام بده و این حافظ قرآن است یا که تلاوت قرآن میکند، نماز خواندن طبق اعتقاد اهل سنت پشت این سر این گونه امام جایز است تا وقتی که بدیل دیگری وجود نداشته باشد.
اما اگر سوره فاتحه رو صحیح تلاوت نمی کند، نماز خواندن به هیچ عنوان پشت سر این امام جایز نیست. استاد مقصد من همین است که وقتی با اون اقتدا کردم جایی که خود میگم تجلیل خوب ندارد، مثلا سوره فاتحه میخواد که تجلیل میخواد که زنی سوره به تجلیل نکند، ما حق داریم که وقتی با اون اقتدا کردیم همون فاتحه و زن سوره رو خودمون میخونیم. نه، مادامی که صحیح میخواند، مادامی که صحیح میخواند شما باید گوش کنید. مادامی که صحیح میخواند شما باید گوش بکنید. مادامی که صحیح میخواند در اثنای تلاوت کردن با امام جایز نیست. وقتی که او تلاوت میکند شما گوش میکنید. اما در نمازهای خفیه که است خودتان بخوانید، اشکالی ندارد. مادامی که آیات رو صحیح تلاوت می کند، یعنی تجویدی که در حد قاری عبدالباسط ندارد اما آیات رو صحیح تلاوت می کند، پشت سرش نماز خواندن جایز است، هیچ مشکلی ندارد. و استاد اخیراً سوال، یک شخص با خاطری که بله بعد دعای که به طریق مثلا امام میگه در طرف شخص مبتدی در میدونیم استاد. بله اگر با خاطر همین بدعت یک شخص مثلا پیش در راه امامتی کنه، با خاطری که همین بدعت رو گفته انجام ندیدم، وقتی من امام شدم با مقتدیان بعد نماز مجبور مثلا کار نکنم، امام نمیشوم. یعنی درست است یا نه؟ ببینید، یعنی دعا کردن دست جمعی بعد از نماز در حدی نیست که شرک باشد، کفر باشد، انسان را از اسلام خارج بکند. یک بدعت است. متوجه هستید؟ الان شما در یک مسجدی، یک مسلمان باید در این گونه مسائل باید یعنی سبک و سنگین بکند. شما در یک مسجدی امام هستید، شما مردم رو به توحید دعوت میکنید، اطفال مردم رو تعلیم قرآن کریم میدهید، فقط به خاطر یک دعای دست جمعی نکردن شما را از مسجد بیرون بکنن، به جای شما یک ملایی را بیارن که قرآن یاد ندارد، تجوید یاد ندارد، مبتدع است، اعمال شرکی دارد، اطفال مردم را حتی قرآن کریم نمیتواند آموزش بدهد. ضرر کدامش از نگاه شرعی به نظر شما بد است؟ بله. بله، انسان باید این مسائل رو یعنی اولویت ها رو در نظر بگیرد. به طور مثال من در یک صحبتی کرده بودم در گفتم بعضی از دوستان سلفی ما هستن به جایی که برن مثلا در افغانستان یا در تاجیکستان مردم رو از شرک، از بدعت هایی که در عقیده هست مردم رو مانع شوند، شروع میکنن به مسائل مثلا رفع الیدین و آمین به جهر. متوجه هستید؟ الان کدامش اولویت است؟ توحید و عقیده اولویت است یا رفع الیدین؟ بله، این گونه انسان باید این گونه فکر بکنه. تشکر برادر عزیز. تشکر. زنده باشید. خداحافظ شما. بله، سلام علیکم. آقا علی بفرمایید. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله بسیار مصروف هستن تلویزیون تمام. ماشاءالله. الله مطالعه استان کنه برادر عزیز. الله مطالعه استان کنه. خیراً کثیراً آمدیم به اینکه برادر ما بسیار وقت هم گرفت ولی بسیار جاهل، بسیار توهین نمیکنه، بسیار از امید شیعه موسینی بود، از موسینی خلاصی سکتی پشت زبانه ما که شیعه هستند، از موسینی سقنداری. درست. بله
متاسفم. جاهل چیزی است که میگه تو را نصیحت میکنه، حالا که خودت استاد و شما استاد 20 ساله که دعوت میکنید، چقدر انسان ها الحمدلله و ذریعه شما و واسطه شما و دعوت شما الحمدلله چقدر مردم فهیم ایران، البته مثلا ما توهین نمیکنم مردم ملت واقعا که ملت ایران مفاهیم هستند، چقدر مردم آدمی طول 20 سال هدایت شدن. ما هم میبینیم، ما الحمدلله تماشا میکنیم، ما دقیق میشنیم، نه اینکه مقلد باشیم. به یک آدم جاهلی که قرآن خوانده نمیتونه تو رو نصیحت میکنه که تو چه کاره هستی، که تو چه کاره هستی، تو تا دین تقییت نمیفهمی، که از شعر نمیفهمی، از رحمانوف و کمونیست ملحد نمیفهمی، از کمونیست دفاع. تو شیعه هستی، شیعه دفاع از کمونیست ها میکنن، شیعه دفاع از پوتین میکنن، شیعه دفاع از تمام ملحدین و تمام دشمنان اسلام امروز میکنن. ما خود شیعه را میشناسیم، استاد تجربه دارن، ولی برای شما وقت دادن، صبر کردن، استقامت کردن که با شما چی میوری. بسیار جاهل و نادان هستید، بسیار بی مطالعه و بی سواد. تا چه وقت خود نمیرسن، نه دین خود میفهمن، از شعر میفهمی. تو چه کار هستی که من چه کاره؟ یک استاد دعوتگر از شبکه داره، وظیفهش است، دینش است، مسئولیتش است، ادا میکنه با قرآن و سنت. نه اینکه شرک و برای سیغه را رده بیا سیغه پروانه میکنه، خوار و مادر ما را سیغه استغفرالله کنه، ما بگیم خیر است، ولی برادر ما شرم و ننگ بر شما بی غیرت ها. چرا خمه افغان رو خود باز میگیری ولی نام افغان شما شرمانده؟ کسی که خوار مادر ما را سیغه کنه او رو میگه تو برادر ماست. با خدا یک ذره خیرت هم خود چیز استاد محترم، یک ذره شرم و حیام. یک تعداد پشتونا و تاجیکای ماست بی غیرت ترین مردم هستند، به خاطر زبان، به خاطر قوم، به خاطر مذهب خود از همه چیز خود تیر هستند. چقدر استاد تشریح توضیح میکنه، خیر می 12 ماه یا هیچ، به خاطر آوردی سیاف و ایجا سیاف و تو اصلا به خاطر امام رحمانوف و امام چی میگه گرباچوف، به خاطر از او تو جگرت خوش شده که سر از او انتقاد گرفت، سر از او برنامه گرفت، سر از او بررسی میکنن، نقد میکنن، مردم ملت شریف تاجیکستان بیدار میکنن و بیدار هستند الحمدلله. و یک تعداد زیر تاثیر تشیع رفته، یک تعداد دیگه زیر تاثیر زبان و نژاد و سمت و قوم رفته. ولی میبینی شبکه دعوتی الحمدلله، شبکه ندای حق است، شبکه کلمه، شبکه نور است، شبکه بسیار است الحمدلله. میده با قوت ایمان خود دعوت میکنن. ولی در آخرت چی جواب میدی؟ تو از سیاف تو دفاع میکنی، از رحمانوف کمونیست ملحد مرتد تو دفاع میکنی، از شیعه رافضی که ضد خدا و ضد رسول. او خود 12 امام خیر بگذار، او قرآن ما را قبول نداره، او خود 3 خلیفه را قبول نداره، او امامت بالاتر از نبوت میدانند، او امروز چیز از قرآن عظیم الشان را تعریف شده میدانند، نزد امام زمان است. یک ذره مطالعه گفتید استاد داشته باشه، یک ذره برسانی خود افغانای جاهل نادان. ما با کلش نمیگم همین کسایی که برای شعر برادر میخوانه، کدام برادر چی میشه؟ در توحید یا مشکل دارن، در کعبه یا مشکل دارن، در نماز یا مشکل دارن، در خمس یا مشکل دارن، در نکاح دائمی یا مشکل دارن. کل چیز در مقابلش در ضدش کشیدن. روایت ساختگی و در احادیث ما یا توهین میکنن، با خلفای راشدین ما یک مسلمانای صحابه را خودش مرتد و کافر میگن. تو چرا هم افغان مسلمان هستی باز میگی ولی برادرای ما را توهین میکنی، بر قرآن ما ایتو میکنیم. تو زمان نفره موسیقی مشرک تقیقر است سازی عزیز. میم یادمه که پیشتر گبز به نام افغان ما نصیحت شما را میکنیم. تو چه کار هستی؟ برو خود نصیحت کن که در آخرت از جمله مشرکین تو را لعشر میکنه، در جهنم ابدی میندازید. الله المستعان. استاد آفرین با قرآن رحمت خدا با صبر و استقامت پایداری که به شما برای مطالعه نصیب ساخته و آفرین با خدا. این جایلا که وقتی که همین نادان و احمق و تکراری سوال میکنن، اما تو گفتی اگه دم گاربیج پارتیشان نمیفهمن نمیدانن. با خدا میره 20 سال هستن با میگم برنامه استاد میشتم حالا استاد نه با قرآن با سنت با حدیث صحیح بخاری و مسلم با تمام اسناد موثقه میاره با شما نشان، با ما شما نشان میده. و هنوز هم ثقل لهج و لجبازی و جهل و نادانی خدا افشا میکنی، ابراز میکنی که ما هم میبینی تو چرا این کار میکنی، چرا این کار نکردی. این خودش یک جفاست. وقتی میگه از لنگ یک دعوتگر میگنی نمیگذاری که تو ولی تو
توهین در کجا توهین کرده؟ در 20 سال راست میگه سیاف خائن‌ترین مشرک‌ترین کسی بود که در بغل ناتو استاد شد، پول گرفت، پیسه گرفت، خیانت کرد، جفا کرد، جهاد فروختن. استاد عزیز بازم جزاکم الله خیر. یک سوال آخر دارم از اینکه بسیار مردمان ما اکثریت ما بی سواد و جاهل ماندن، متاسف برای زیاد میخورم. من سوال باید دارم که چرا این افغانای ما چه تنظیمای جهادیش بودن، چه نمی دولت فیلیش هست، اینو چرا عقیده اینو تو صاف و پاک ندارن، مطابق قرآن و سنت ندارن؟ درست. این سوال مذهبی همین افغانای ما چرا عقیده راسخ و پاک و صفا در مقابل قرآن و مثل چیزی قرآن و سنت گفته ندارن، یا هر طرف میرن و هیچ حلال حرام شرک بدعت هیچ چیزا را اکثریت مردم ما نمیفهمند. متاسفانه بدبختانه. بازم توضیح و تشریح شما را به زمین خواهر است استاد عزیز. صبر و استقامت از الله متعال برای شما میخنده. یک دو ملایی که از او خود داخل افغانستان میرسه از شیعه میره میگه اهل سنت هیچ نفقی داره. خب استاد عزیز خود به شما بهتر معلوم است، به شما خوبتر معلوم است. همین فقه امام جعفر صادق صاحب کجاست؟ امیر طالب می مردم همین شیعه حاضر تانستین؟ امیر برایشان توضیح در 20 سال برای فقه امام جعفر صادق کجاست؟ فقه شیعه کجاست؟ باز میخواد داخل افغانستان در 98% اهل سنت و جماعت هستند، ولی ملت خواست به خاطر زبان ما تاجیک هستم، ما پشتون هستم، ما امان الله خانی هستم، من نمیفهم اشرف غنی خیل هستم، ما مسعود خیل هستم. خاک در سرطان بیدار شوید. یک ملای مشرک، یک آخوند قومی در قوم تربیه شده آمده میگه اهل سنت کتاب و فقه و پیشوا ندارن. این شرم و ننگ با ما نیست. از برای خدا یه ذره بیدار بسازی اون مردم افغانستان، اون ملت افغانستان، یک کمی مطالعه کنین شعر خود، کتابای شعر، کتابای خمینی را، کلینی را، مجلسی را، این خبیثا را مطالعه کنید که ما شما را اصلا اهرامی میگن، اهل سنت اهرامی میگن، هیچ میگن حرامزاده ترین مردم اهل سنت و دشمنی با یهود و نصارا و با قبر و ترسان ندارن. دشمنی تشیع فقط با اهل سنت است. درست برادر. آدم جزاکم الله خیر استاد عزیز. حیاکم الله. زنده باشین. سلامت باشین. بارک الله فیکم. سلامت باشین. تشکر استاد. سلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همونطوری که برادر عزیز ما ذکر کردن، ما یک مشکلی که امروز در جوامع اسلامی داریم این است که در مدارس ما طلاب علم، در مدارس افغانستان، یعنی بی پرده باید این رو باید گفت، در مدارس، چه در مدارسی که در پاکستان بود چه در مدارسی که فعلا در افغانستان است و هر روز ماشاءالله مدارس جدید دارن درست میکنن و یکی از مصیبت هایی که فعلا دامنگیر شده که حتی خیلی از مدارس خصوصی هم مکاتب خصوصی تبدیل شدن به مدارس خصوصی. یک گدودی است، یعنی یک مشکلی که من یکی از مسئولان امارات اسلامی رو صحبتشو میشنیدم، وزیر دفاع رو، مولوی یعقوب رو، صحبت بسیار جالب، حرفای بسیار جالبی زد. باورم نمیشد که یعنی یک مسئول در امارات اسلامی این گونه صحبت میکنه. گفت که در هر خانه ای اگر 2 فرزند دارید، یکیش رو به مدرسه بفرستید، یکیش رو به مکتب بفرستید، یکیش عالم دین شود، یکیش دکتر و انجینر شود. یعنی من خودم به گوش خودم از صحبت‌های مولوی یعقوب شنیدم. از یک طرف می‌بینیم که مدرسه سازی مکاتب به شدت جریان دارد. الان بازارم دیگه گرم شده، هر کس میه مدرسه درست میکنه. و یکی از مشکلات بزرگ مدارس دینی ما این است که به جای اصول و اعتقاد اسلامی به دنبال منطق و فلسفه و علومی که باور بکنید من بلا استثناء هر کسی که در این مدارس درس خوانده و با او روبرو شدم گفتم از این کتاب هایی رو که مثلا شما حفظ کردید در دورانی که در مدرسه بودید، در زندگی عملی خودتان، در زندگی علمی خودتان از اینها استفاده کردید، والله 99.99% اینها میگن که هرگز. میگه مجبور بودیم میخواندیم این چیزا رو، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
13 سال در مکه مکرمه، یعنی بیشتر از نصفی از حیات نبوت خود را اختصاص دادن فقط برای تعلیم عقیده. شما همه آیاتی رو که در مکه مکرمه نازل شده ببینید، همش آیاتی است که در اون مسائل اعتقادی بحث می شود، مسائل توحید و شرک بحث می شود. چون اصل برای یک انسان مسلمان این است که لا اله الا الله رو که کلید دخول اسلام هست، که کلمه توحید هست، شهادتین هست، که بدون اقرار این کلمه و تصدیق این کلمه و عمل به این کلمه انسان مسلمان نمی شود. به جای اینکه این مسائل رو ما ابتداءً به طلاب علم آموزش بدهیم، مسائل مهم توحید رو، شرک رو، اینها رو یاد بدهیم، ذهن طلاب رو به چیزایی مشغول میکنن که والله بالله به درد نمیخوره. اما یک منهجی است که متاسفانه گذاشته، یک نصابی است که گذاشته شده در مدارس. اصل توحید است، اصل عقیده است، اصل ایمان به الله، به ملائکه، به کتب آسمانی، به انبیای الهی است، ایمان به روز قیامت است. برید این آیاتی که در مکه نازل شده ببینید، همه رو کلا مسائل توحید و عقیده در اونجا بحث میشه، الا نادرا مسائل عبادات است. بعد از 13 سال که تعدادی از مسلمان ها از اصحاب کرام بر اساس عقیده توحید تربیت شدن، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه منوره هجرت میکنن، در اونجا میبینیم که آیات بیشتر جنبه عبادی دارن. مسائل روزه است و زکات است و جهاد است و احکام بیشتر مطرح می شود. چرا؟ چون الان اعتقاد مستحکم شده است، توحید، شناخت توحید، اقسام توحید، شرک و انواع شرک، همه اینها بیان شده است. توحید به معنای عملیش، اعتقادیش در جامعه نهادینه شده است. الان نوبت این است که احکام نازل شود. به خاطر همین آیات مفسرین وقتی تقسیم میکنن، آیات مدنی بیشتر آیات احکام است، چون که مسئله توحید اصل اسلام توحید است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در کوچه و بازار مکه و مدینه میگشتن، میگفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. معنی لا اله الا الله رو باید به ملت یاد داد. امروز خیلی از تنظیم‌های ما، احزاب ما، گروه‌های ما، حرکت‌های اسلامی ما چرا در اولین امتحان شکست خوردن؟ چون که افراد رو بر اساس توحید، بر اساس عقیده تربیت نکردن. در اولین امتحان دیدیم که فروختن همه چیز رو. در اولین امتحان دیدیم که ولا برا که اصل توحید هست، اصل عقیده است، این رو اصلاً بوی ازش نمیبرن. به خاطر همین امروز سران امارات اسلامی در افغانستان مردم رو بر اساس توحید، بر اساس عقیده صحیح باید مردم رو تربیت بکنن. ملتی که بر اساس توحید تربیت بشه. من چند روز پیش داستان جالبی رو میشنیدم. میگن صلاح الدین ایوبی رحمه الله وقتی که میخواست بیت المقدس رو فتح بکنه، وقتی که تصمیم جدی شده بود، آمادگی همه چیز تکمیل شده بود، رئیس پلیس یا در اون وقت محتسب میگفتن دمشق که پایتخت بود رو دعوت کرد. گفت بیا اینجا. گفت امروز وقتی که مغازه‌دارا بازارها میبندن، هیچ کس در مغازش و در خانهش رو قفل نکنه، همه چیز باید باز باشه. صاحب پلیس یا به اصطلاح محتسب تعجب کرد، گفت که چرا، یعنی دلیلش چی است؟ گفت تو حرف منو بکن. امر کردن که هیچ کس بعد از این حق نداره که در مغازش و در خانهش رو از طرف شب ببنده، همه چیز باید باز باشه. تاجرای مردم هم دیگه در مغازش باز رفت. شب گذشت، فردا صبح رئیس پلیس رو خبر کرد، گفت بیا. گفت آیا دیشب چیزی دزدی شده در شهر دمشق؟ گفت والا جناب تا الان هیچ خبری، کسی شکایتی نکرده. گفت امروز هم عین شی.
در خانه ها و مغازه ها و دکان ها و تجارت خانه ها باز باشه. شب دوم هم گذشت، فردا پرسید رئیس پلیس رو که آیا اتفاقی افتاد در دمشق؟ گفت نه، هیچ کس شکایتی نکرده. مال کسی دزدی نشده؟ گفت هیچ، اصلا ابدا کسی شکایت نکرده. شب سوم گفت به همین شکل. شب سوم که گذشت رئیس پلیس رو خبر کرد، گفت که اتفاقی افتاد؟ گفت نه جناب، هیچ به اصطلاح تخلفی گزارش نشده، هیچ کس شکایتی هم نکرده، نه کسی وارد خانه کسی شده، نه کسی چیزی رو دزدیده، مردم پولش رو به اصطلاح تجارت خانه و همه چیز رو در میدان گذاشته بودن رفته بودن، هیچ کس شکایتی نکرده. روز چهارم امر کرد که الان لشکر باید حرکت بکنه، به اصطلاح بسیج عمومی صادر شد برای فتح بیت المقدس که در اون زمان در اشغال صلیبی ها بود، نصارا. حکمت چی است در این فرمان صلاح الدین ایوبی رحمه الله؟ که جامعه وقتی که عقیدتاً اصلاح شود، فساد، فسق، فجور، اینا همه چیز از جامعه برداشته می شود. چون انسان‌ها در جامعه‌ای که جامعه اعتقادی باشد، از ترس پلیس و از ترس حکومت، از گناه و معصیت خودداری نمی کنن، بلکه از ترس الله سبحانه و تعالی از گناه و معصیت خودداری می کنن. در جامعه‌ای که اعتقادی تربیت شود، نیاز به پلیس و محتسب و امر به معروف و اینها نیست. مردم وظیفه خودشان میدانند که باید عبادت کنند، وظیفه خودشان میدانند و بندگی در مورد در قبال الله سبحانه و تعالی میدانند که باید دزدی نکنند، فسق و فجور نداشته باشند، اعمال شایسته انجام بدهند، به حقوق دیگران تجاوز نکنند. و الا وقتی جامعه‌ای بر اساس عقیده و ایدئولوژی تربیت نشود، شما میلیون پلیس هم بیارید، امنیت شاید یک مدت کوتاهی بتوانید جامعه رو با زور و جبر اداره بکنید، اما آخر منفجر می شود. به خاطر همین ترکیز رسول الله صلی الله علیه و سلم روی تربیه اعتقادی صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین بود. بعد از اون که اونها رو عقیدتاً تربیه کردن، 13 سال زحمت کشیدن، بعد از اون دیدیم همون نسلی که تربیت شد، همون نسلی که با قرآن و با توحید تربیت شد، توانست در ظرف 30 سال نصف دنیا رو، یا تقریبا میشه گفت همه دنیا رو بگیره. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک سوال داشتم استاد. بفرمایید. یک فرزند معیوب دارم. من 4 فرزند دارم، یک کس اخیرانگیش معیوبه. الله متعال شفا نصیب کنه. کدام شخص را خدا کودک معیوب میته؟ نه متوجه نشدم. بله بفرمایید، متوجه نشدم سوال شما رو. من 4 فرزند دارم. بله. 4 فرزندش معیوبه. بعضی شخصایی که میشوند مرا میگن که مقصد چی خطایی کردی که خدا تو را نشون داده شده از. درست باشه، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز، در این مورد صحبت میکنم. خب در این مورد صحبت میکنم. تشکر بسیار زیاد. ببینید این حرفی که دوستان شما میزنن کاملا یک حرف اشتباه هست که والله الله سبحانه و تعالی به شما یک فرزند معیوب داده است، حتما شما کدام گناه انجام داده اید. ما یک چیزی رو در دین اسلام بهش اعتقاد داریم، به اون میگن ابتلا. الله سبحانه و تعالی انسانهای مؤمن رو
این اعتقادی که ما داریم شاید برای بعضیا که به الله سبحانه و تعالی عقیده ندارن شاید مسخره باشد، اما ما وقتی که ما میگیم الحمدلله رب العالمین، سپاس و ستایش خاص و ویژه الله سبحانه و تعالی است در هر حالتش. به خاطر همین کلمه الحمدلله رو ما نمیتوانیم به فارسی و یا به هیچ زبان دیگری در یک جمله تحت لفظی ترجمه بکنیم. چرا؟ چون وقتی که اگر شما الحمدلله رو سپاس و ستایش، سپاس مثلا گفتن سپاس، گفتن تشکر کردن، به اینها ترجمه بکنید کلمه حمد رو، ترجمه غلط است. چون وقتی ما یکی از عزیزانمان را از دست میدهیم، الله سبحانه و تعالی مثلا یکی از عزیزان ما را از ما میگیره، ما میگیم الحمدلله. الحمدلله. مصیبتی به ما میرسد، ضرر میکنیم، یک ماشین ما تصادف میکند، خانه ما آتش میگیرد، کسی از عزیزان ما مریض میشود، میگیم الحمدلله در هر حالت. و هر نعمت و خوبی هم که به ما برسد میگیم الحمدلله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که چقدر عجیب است امر مؤمنین، یعنی وضعیت مؤمنین. اگر برای او نعمتی رو الله سبحانه و تعالی میدهد، شکر الله رو به جا می آورد. الله سبحانه و تعالی نعمتش رو برای او زیاد می کند. لئن شکرتم لیزیدنکم. اگر برای او مصیبتی می رسد، بازم الله را شکر می کند، می گوید الحمدلله علی کل حال. به هر حالت شکر. به اصطلاح مردم عامه به هر حال شکر. به خاطر صبری که می کند الله سبحانه و تعالی برای او پاداش می دهد. این ویژگی صفت مؤمن است که در هر حالت صبر می کند. برادر عزیز، الله سبحانه و تعالی به شما یک فرزند معیوب داده است. شما اولا وقتی که از این فرزند نگهداری می کنید، اجر و پاداش می گیرید. وقتی که در مقابل این فرزند صبر می کنید، اجر و پاداش می گیرید. صبر کردن یکی از عبادت هایی است که الله سبحانه و تعالی برای حج، برای زکات، برای جهاد، برای نمیدانم نماز، برای صدقه، برای همه عبادت ها یک پاداشی را تعیین کرده است. مثلا حج کرد، میگه رجع که یوم ولدت امه، برمیگرده مانند روزی که از مادر تولد شده باشد. عمره کرد، میگه ثوابش مانند حجی است یا عمره است که با پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داده باشه. اگر کس نماز بخواند اینقدر ثواب دارد، صدقه بدهد اینقدر ثواب دارد، جهاد بکند این ثواب را دارد. چرا برای صبر الله سبحانه و تعالی هیچ پاداشی را در قرآن کریم، در سنت تعیین نکرده است؟ یعنی پاداش معین نکرده است. چرا؟ چون که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید که الله متعال ثواب انسان‌هایی رو که صبر می‌کنن چگونه میداد؟ به غیر حساب، بدون حساب. یعنی چی؟ یعنی اون ثوابی رو که الله متعال قرار است به شما بدهد در ماشین حساب و کامپیوترهای امروز جای نمی شود، بدون حساب و کتاب میدهد. به خاطر همین صبر رو الله سبحانه و تعالی یکی از بزرگترین عبادت ها قرار داده است. بزرگترین عبادت ها صبر است. صبر در ایمان، صبر در تقوا. مثلا شما انسان متقی پرهیزگار باشی، مجبور هستی در مقابل اذیت و آزار مردم صبر بکنی. گاهی اوقات بعضی از دوستان میگن شما در مقابل بعضی از کسایی که میاد زنگ میزنه، توهین میکنه، چرا انقدر صبر داری؟ این عبادت است که من دارم انجام میدم. در مقابل این شخص صبر میکنم، تحمل میکنم. این عبادت است. من این رو از بر یک نگاه یک عبادت بزرگی که بدون حساب کتاب الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش میدهد نگاه میکنم. پس برادر عزیز، الله سبحانه و تعالی این فرزند رو به شما داده است و یقین بدانید که این که الله متعال به شما فرزند معیوبی داده است، دری حکمتی وجود دارد. این نعمتی است از برای الله سبحانه و تعالی که به شما داده است.
این ابتلا هست. اگر قرار بر این باشد که کسی فرزندش معیوب بود یا فرزندش در خردسالی از بین رفت، فوت کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم چند تا از فرزندانشان در خردسالی از دنیا رفت؟ ابراهیم، قاسم، دخترانشان، غیر از فاطمه رضی الله تعالی عنها که بعد از پیامبر 6 ماه زنده ماند، بقیه همه فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش چشمشان از دنیا رفتن. وقتی که یکی از فرزندان ابراهیم فکر کنم که از دنیا رفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم چون کودکی بود تازه، یعنی فکر کنید یک کودکی مثلا 1 ساله 2 ساله یا کمتر بیشتر که تازه بابا بگه، تازه بخنده، تازه با پدرش بازی بکنه، یک مرتبه این فرزند از دنیا بره، اشکان رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری شد. حتی اون جمله عجیبی رو که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که قلب ما برای تو ای ابراهیم اندوهگین است، اشک از چشمانمان جاری است، اما نمیگوییم مگر آنچه که رضایت الله سبحانه و تعالی باشد. یعنی صبر میکنیم به قضا و قدر الهی. یک درس است برای امت. یک کسی بیاد بگه پس پیامبر علیه السلام نمیدونم حتما چیزی بود که خداوند همه فرزندانش رو ازش گرفت. نه این فکر اشتباه، غلط است. این دوستان شما این حرفی که میزنن اشتباه است. یک بشارت دیگری از پیامبر صلی الله علیه وسلم به شما بدم. الله متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم یک وعده میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسه و ولده. بلا، ابتلا، فرزندش مریض است، فرزندش معیوب است، معلول است، تجارتش ضرر کرده، مشکلی براش پیش آمد، این ابتلاهات است در نفسش و در فرزندانش و مالهی و در اموالش. کشتی غرق میشه، مثلا مال تجارتش از بین میره، دکانش آتیش میگیره، غرق میشه، سیل میاد، یک بلایی سرش میاد. تا اینکه این ابتلاهات همینطور وجود می داشته باشد در زندگیش حتی یلقی الله تعالی و ما علیه خطیئة، تا وقتی که با الله متعال روبرو میشه و بر او هیچ گناهی نیست. چون به خاطر این ابتلایی که الله متعال در وجود این شخص، در مالش، در فرزندش یا در نفسش قرار داده است، الله سبحانه و تعالی چنان گناهان ای را میتکاند، میریزاند، مانند برگ درختان که در فصل پاییز میریزد. و وقتی که با الله متعال در قیامت روبرو میشود هیچ گناهی در نامه اعمالش نیست. به خاطر چی؟ به خاطر صبری که کرده، به خاطر شکری که کرده. این ابتلا است برادر عزیز. ایوب علیه السلام پیامبر الهی بود. حالا طبق روایت هایی که میگن الله متعال رو ابتلا به بیماری کرده بود که همه بدنش رو کرم زده بود، اما او چی میکرد؟ شکر و سپاس الله سبحانه و تعالی رو ادا میکرد. به خاطر همون به صبر ایوب مثال میزنن. یا ابراهیم علیه السلام، یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چه سختی ها و مشکلاتی رو که ندیدن. معاصره در شیب ابی طالب، به شهادت رسیدن نزدیکترین یارانشان و خیلی از مشکلات و سختی هایی رو که دیدن. یک روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم شدید تب کرده بودن. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، دیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم از شدت تب بیقرار هستن. پرسیدن یا رسول الله شما تب کردید؟ گفتن من به اندازه 2 مردان فکر کنم این گونه است که دو تن از شماها تب میکنم. چون هرچه انسان متقی تر باشد، پرهیزگارتر باشد، به هر اندازه‌ای که به الله سبحانه و تعالی نزدیکتر باشد، امتحانات الهی هم برای او بیشتر است. زیرا ایمانش رو، صداقتش رو، صبرش رو الله سبحانه و تعالی آزمایش می کند.
یک ملحدی، یک احمقی میگفت این چه خدایی است که باید همه رو باید آزمایش بکنه، ما این همه سختی ها و مشکلات در دنیا ببینیم که خدا ما رو آزمایش بکنه. خب الان شما مثلا میخواید، ولله مثل الاعلی، من این مسائل دنیوی رو فقط برای این مثال میزنم که این کسایی که عقلشون مشکل داره اینها متوجه بشن. شما الان میخواید برید در فاکولته یا دانشکده طب مثلا پزشکی امتحان بدید. شما باید از کلاس اول ابتدایی تا 12 تا وقتی که فارغ میشید باید بهترین نمره ها رو داشته باشید. چون اگر مثلا برخلاف اختلافی که در کشورها وجود دارد، اگر از فلان درصد اگر پایین تر باشید شما وارد فاکولته طب نمیتوانید شوید. چون این یک مقام علمی است، یک درجه علمی است، یک جایگاه ویژه‌ای در جامعه داره. به خاطر همین شما باید این ویژگی ها رو داشته باشید. آیا این ویژگی ها، این نمرات بالا رو به دست آوردن کار آسانی است؟ نه، طرف شب و روز درس میخوانه تا که از یک امتحان بگذره. در یک نمره کم بیاره چقدر ناراحت میشه، چقدر شب تا صبح درس میخوانه. بعد آیا 7 سال در دانشکده طب درس خواندن کار ساده ای است؟ کار هر کس است؟ هر سال، هر 6 ماه، هر ماه، هر هفته باید امتحان بدی و از این امتحان اگر کامیاب شدی تو میتوانی درجه بالاتر بری. اینطور نیست که مثلا شما رو بعد از صف 12 ببرن در یک بیمارستان بگن تو شدی دکتر بدون اینکه از شما امتحان بگیرن. اگر در این امتحانات کامیاب شدی به شما درجه میدن و اگر از امتحانات الهی کامیاب شدی به شما درجه میدن. و اینکه اینها گفتن که بعضیا دوستانتون که این به خاطر عیب تو هست یا گناه تو هست یا اشتباهی که تو انجام دادی، نه، ابدا این نیست. اما انسان باید وقتی که دچار همچین مصیبتی میشه، باید نفس خودش رو، زندگی خودش رو باید بررسی بکنه. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یک جمله بسیار جالبی دارن: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خودتان را محاسبه بکنید قبل از اینکه الله با شما محاسبه بکند. چه زیباست که انسان در دنیا زندگی خودش رو مرور بکنه، اشتباهات خودش رو، خطاهای خودش رو، اگر در جای اشتباهی کرده، ظلمی کرده، حق کسی رو پایمال کرده، از او حلالیت به طلب استغفار بکنه. و برادر عزیز که این سوال رو کردید، بزرگترین نعمتی که الله متعال برای ما قرار داده این است که از الله متعال استغفار بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند که من در شبانه بیش از 70 مرتبه استغفار میگویم. ذاتی که، پیامبری که معصوم است، خداوند همه اشتباهات و خطاهای او را بخشیده است، میگه در شبانه بیش از 70 بار استغفار میگویم. و ما اگر بیش از 70,000 بار هم استغفار بگوییم هنوزم کم است. تشکر میکنم از این برادر عزیز. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز و بزرگوار، سلامت باشید. میخواستم پاسخ اون برادر رو بدم که مثلا گفت شما چه کاری دارید به تاجیکستان، در حالی که خداوند در قرآن میگوید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. الله مهربان خطاب بر ما میگوید، بر همه ما، برای من، برای استاد انصاری میگوید شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده اید، به کار نیک امر میکنید. نگو فقط اهل افغانستان را، یعنی همه ما را به کار نیک امر میکنید و از کار زشت باز می‌دارید و به الله ایمان دارید. وظیفه من مسلمان افغانستانی این است که من اگر منکری را در تاجیکستان ببینم یا اگر برای برادر و خواهر مسلمان من در تاجیکستان ظلم بشه ساکت نشینم. این وظیفه من است. ما حق داریم از خواهرانمان، از برادرانمان در تاجیکستان یا در ایران دفاع بکنیم. این برادر ما، من نمیخوام براش توهین بکنم، یعنی که بی سواد بوده،
حتی مثلا خودتون هم عرض کردید که صلی الله علیه و سلم را هم با اشتباه گفت، در حالی که خداوند در قرآن میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله مهربان اینجا میگه که همانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود میفرستند. درود فرستادن یک فرضه، می تو اشتباه گفتی آقا. درود میفرستند ای مؤمنان بر او درود بفرستید و چنان که باید سلام بگویید. یعنی بابا جان اگر خوب مطالعه میکردید اینجوری صحبت نمی‌کردید. ما که در ایران زندگی کردیم ما میدونیم که مثلا من مردم عوام ایران نمیگم، مردم عوام نمیگم، ولی که اهل تشیع اعتقادان اهل سنت و مسلمان نمیدونه. در کتاب اصول کافی بهارالانوار آمده، یعنی که آقای مجلسی و کلینی، حتی همین کسی که شما اشاره کردید نعمت الله سید جزایری، ایشون هم بله منو مسلمان حتی میگه اون خدا هم خدای ما نیست، پیامبر هم مال ما نیست. اینجوری کتاب ما خوندیم، ما میدونیم که اونا اصلا اعتقادا ما رو قبول ندارن. البته عوام مردم رو نمیگه، اشیعیان رافضی درست اهل سنت مسلمانه، حتی میگن که از 12 امام یک امام اگر قبول نداشته باشه مسلمان نیست. این اعتقاد اهل تشیع هست. شما که نمیدونید مطالعه بکنید، بررسی بکنید، بعد بیایید با ما صحبت کنید. استاد محمد انصاری باور میکنید من شما را بیش از 16 سال میشه میشناسم. یعنی حالا شبکه جهانی وصال حق وجود نداره. زمانی که من تو زاهدان یعنی تحصیل میکرد طالب علم، هنوز هم طالب علم بودم، در شبکه جهانی نور با استاد عبدالله حیدری برنامه از اون زمان من شما را میشناسم، از اون زمان. یعنی این همه وقت من میشناسم که خدمات شما را، حتی الحمدلله من از کتاب‌های شما در سایت عقیده زمانی که من هنوز هم طالب دانشجو بودم در زاهدان من استفاده می‌کردم. یعنی من خدمات شما را میدونم. بعد خدا خیرتون بده. ولی واقعا یعنی اگه ما همه ایمان، شما هم من هم نیاز به نصیحت دارید، ولی انتقاد بکنید برادر. یعنی بله چه گفتید؟ بله درست میفرمایید. زنده باشید. انتقاد بکنید ولی مؤدبانه. درست. من یک چیزی رو میگم برای دوستان که ایشان در یک برنامه شما در مورد شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله سوال کردن. شیخ اگر دوستان میخواهند که با شیخ محمد بن عبدالوهاب آشنایی داشته باشند، ایشان کتابی دارن به نام رسائل الشخصیه. حتما این کتابو بخوانن، خیلی کتاب خوب است. شبهات را نیز البته پاسخ دادن. کتاب توحید هم خیلی کتاب خوب از دیدگاه من بعد از قرآن عظیم الشان بهترین کتاب در مورد توحید کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب است. خیلی هم کتاب خوب است. به عنوان یک حنفی من مطالعه کردم، کتاب خوب بود و برای دوستان ما هم پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخوانند. استاد بزرگوار بیش از این مزاحم شما نمیشم. سلامت باشید. الله متعالستون. 18 مرتبه تماس گرفتم و تماس من برقرار شد. الله متعالستون کنه. مشکلی داره؟ شاید برای همه باشه، نمیدونم. برای همه است متاسفم تماس. برای همه از تراکم تماس ها زیاد است. متوجه شدم استاد. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. برای ما دعا بکنید. خدا خیرتون بده. موفق و سربلند در دنیا و آخرت باشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. تشکر از شما. تشکر از این برادر عزیز و بزرگوار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. بفرمایید. استاد درباره قرض گفته بانک. بله. من راستیگه سال 2012-13 قرض گرفتگیم از بانک. تجارت کم از خریدنده راستیگه ماشینی گروزاور. درست. از حساب من باز چند کارهای دیگر کردم. مثال گفت چه میشود این؟ ببینید یک انسانی قبلا سود گرفته، ربا داده، از بانک قرض گرفته، کارهای خلاف انجام داده، درست؟ 10 سال پیش، 20 سال پیش، 5 سال پیش، یک روز پیش امروز متوجه شد که سود حرام است، قرض بانکی حرام است، به بانک به اصطلاح فایز دادن حرام است، فایز گرفتن حرام است. امروز توبه کرد. قبل از این همه اعمالی که انجام داده باشد همه اینها بخشیده می شود. این وعده الهی است.
در مورد سود، چون ببینید سود، شما تجارت دارید، سالها مثلا با سود خرید و فروش کردید، بعد از این که توبه کردید شما نمیتوانید حرام و حلال را از هم جدا بکنید. سود و غیر سود را امکان ندارد. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، از الله بترسید یا تقوای الهی پیشه کنید. و ذروا ما بقی من الربا، بعد از این هر آنچه از سود و ربا و این چیزا مانده اینها را بگذارید، ترک بکنید، رها بکنید. اما آنچه که گذشته گذشت، توبه بکنید، الله متعال میبخشد. متوجه شدید؟ حالا مثلا در سال 2012 2010 2000 اصلا 2023 مثلا شما یک معاملات سودی کردید، شاید هم فایده کردید، اما امروز فهمیدید که سود حرام است. سر از امروز به بعد دیگه این معاملات را ترک بکنید، توبه بکنید، زیاد صدقه بدهید، کمک بکنید به انسانهای محتاج و در نمازهایتان به درگاه الله سبحانه و تعالی توبه و استغفار بکنید. الله متعال میبخشد. فهمه استاد، انشاءالله نماز میخونیم، خدا قبول گردونه، روزه میگیم، خیلی کم کم خیر میکنیم، ولی استاد همه گناه هیچ دست کشیده نمیتونیم. باور کنیم توبه میکنیم، باز گناه میکنیم. ببینید یک حدیث بسیار جالبی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر شما گناه نمی کردید، یعنی کلا انسان هایی می بودید که گناه نمی کردید اصلا، الله سبحانه و تعالی شما را از بین می برد و امت دیگری را می آورد که گناه بکنن و توبه بکنن و از الله متعال طلب استغفار بکنن. این طبیعت انسان است که انسان فرقش با ملائکه چی است؟ ملائکه لا یعصون الله و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه مثل ربات هستن، یعنی چیزی که الله سبحانه و تعالی ازشون خواسته همان را انجام میدن، گناه نمی کنن. الله متعال در وجود ما نفس اماره به سو را قرار داده است، برای ما اختیار داده است که ما راه درست و راه غلط را از هم تشخیص بدهیم. اگر گاهی پای ما میلغزد و مرتکب گناه میشویم، باید توبه بکنیم، استغفار بکنیم. الله متعال در قرآن کریم میفرماید که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به او بندگان من که در گناه زیاده روی کردن، یعنی یک بار زنا نکرده، 1000 بار زنا کرده، یک بار شراب نخورده، میلیون بار شراب خورده، فسق کرده، فجور کرده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی ناامید نشوید. یعنی چی؟ یعنی توبه کنید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله متعال همه گناهان را میبخشد. این شیطان است که انسان رو وسوسه میکنه، تو نمیتوانی توبه بکنی، تو توبه میکنی باز گناه انجام میدی، چه فایده از این توبه کردن، برو گناه را انجام بده. این شیطان است، این گونه وسوسه میکنه انسان را. برادر عزیز، گناه کردی، با صدق توبه کردی، فردا باز مرتکب گناه شدی، اشتباه کردی، باز بیا توبه بکن. این در توبه بسته نیست. در شعر فارسی میگوین که 100 بار اگر توبه شکستی بازای، اما بازای درست. این نه اینکه بخوای الله متعال رو فریب بدهی که نه امروز برم گناه بکنم بعد شب بیام توبه بکنم، در ذهن دین باشه که با فردا باز گناه رو بکنم بس فردا شب توبه بکنم. نه، این خدا رو نمیشه فریب داد. انسان باید با صدق دل توبه بکند. اگر باز پایش لغزید، اشتباه کرد، خطا کرد، باز بیاد توبه بکند. در توبه تا وقتی که نفس انسان به اینجا میرسد، تا وقتی که انسان یعنی که نفس که به اینجا رسید، در توبه بسته می شود. بعد از اون که انسان دید ملائکه را، دید عذاب را، دید که روحش از بدنش داره جدا می شود، اون موقع دیگه توبه فایده ندارد. قبل از اون انسان هر روز باید توبه بکند، هر شب باید توبه بکند. تشکر برادر عزیز. برادر بعد از برنامه میتونیم با همین نمره یک بار دیگر تماس بگیریم؟ بعد از برنامه شاید مشکل باشه چون وقت نماز است پیش ما، اما
روزهای دیگه می توانید تماس بگیرید، دوستان انشالله هماهنگی میکنن، میشه صحبت کرد انشالله. الله سبحانه و تعالی شما رو مورد رحمت و مغفرت قرار بدهد، از سر تقصیراتتان بگذرد، به شما توفیق عنایت بکند که توبه خالصانه بکنید برادر عزیز. آمین. سلامت باشید. سلامت باشید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز دو سوال دارم. بفرمایید. سوالم یک برنامه هست در افغانستان، داخل افغانستان و مردم خیر میکنند. از یک دو مقصد شنیدم که برنامه شیعه است. برنامه با اسم کم در مونانی دارد، مقصد ایجای با کمک به خیر خیلی برنامه هست. درست. مقصد یردام میکنه. بعد دویم سوالم استاد در این وقتی انسان اگر کمی قلدار باشد مقصد میتوند که خیر کنه. مثلا $3,000 قرضدار باشد لیکن کار میکنه، معاش میگیره، میتونه که از لای معاشش یک کمی جدا کنه با نیازمندان. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم انشاءالله. زحمت کنم استاد عزیز. آخرون این سوال است، همچون خواهش از بینندگان که در حق مردم فلسطین دعا کنند. الحمدلله ما دعاگاه هستیم. در حق مردم فلسطین دعاگاه بکنند. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. یک موضوعی رو میخوام اینجا خدمت شما عزیزان بیان بکنم در رابطه با سوال برادر عزیز. کمک کردن با مؤسسات صلیبی، مؤسساتی که مؤسسات اسلامی نیستن، مؤسساتی که در رأس آنها انسانهای مشبوه هستند، انسانهای مشکوک هستند، جایز نیست. شما در مقابل پولتان مسئول هستید. مثلا شما میرید به یک مؤسسه $1 $10 کمک میکنید. این مؤسسه میگه ما کار خیریه میکنیم، ما به مریض ها کمک میکنیم، ما فلان. وظیفه شما این است که تحقیق بکنید، بررسی بکنید. مسئله اسلامی بودن و غیر اسلامی بودنش مطرح نیست. مسئله این است که آیا کسانی که در رأس این مؤسسات هستند و فعالیت هایی که این مؤسسه انجام میدهد واقعا برای مستحقین میرسد؟ این در جانب اعمالی که مثلا کمک به محتاجین باشد، کمک به انسانهای بیمار باشد اینها. اما مؤسسات شیعه باشد یا نصرانی باشد یا یهودی باشد یا در کشورهای غربی باشد که معلوم نیست که این پولی که شما پرداخت میکنید آیا این پول برای نشر تشیع، برای نشر مثلا مسیحیت، برای ساختن کلیسا، برای چاپ کتاب‌هایی بر ضد اسلام، برای اینها مصرف میشود. اگر همچین شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد انسان نباید این کار رو انجام بدهد و این جایز نیست. چون الله متعال در قبال پولی که شما میدهید از شما میپرسد که این پول رو از کجا به دست آوردی و در کجا خرج کردی. از جمله مواردی که الله سبحانه و تعالی در روز آخرت میپرسد از انسانها این است که جوانی خودت را در چه راهی خرج کردی، علمت را، پولت را از کجا آوردی، در کجا خرج کردی، اوقات فراغتت را در چه راهی خرج کردی. همه اینا مسائلی است که انسان در مقابلش در نزد الله سبحانه و تعالی پاسخگو است. موضوع دیگر این که آیا انسانی که محتاج است، انسانی که مشکلات داره، انسانی که قرضدار است، آیا این انسان میتواند صدقه بدهد، کمک بکند به دیگران؟ یک اشتباهی که متاسفانه خیلی ها مرتکب آن میشوند این است که فکر میکنن صدقه دادن فقط برای کسایی است که پولدار هستند، شرکت دارن، تجارت دارن، حساب بانکیشون پر است، مازاد بر خرج و مصرفشان پول دارن، اونا از این پول زیادیشون باید خرج بکنن در راه الله سبحانه و تعالی. این یک اشتباه است. بلکه آن کسی که در مشکلات است، در سختی است، در قرضداری است، در
مشکلات خانوادگی اجتماعی دارد، در تجارتش، در هر بخشی از زندگی خودش. این انسان ها نیاز به صدقه دادن، به کمک کردن دارند تا آن کسانی که بی نیاز هستند. چرا؟ چون صدقه، ببینید، یکی از خوبی های صدقه دادن و کمک کردن به دیگران این است که الله سبحانه و تعالی خیلی از اموری که بر انسان مقدر شده است، تقدیر شده است برای انسان، توسط صدقه دادن الله متعال این رو چیکار میکنه؟ تغییر میده، این از انسان دور میکنه. مثلا تقدیر شده است که فردا ساعت 10 شما تصادف بکنید با ماشینتون، خدای نکرده. صبح از خانه خارج شدی، $1 مثلا، 1 سامانی، یک روپیه به یک نفر مستحقی که دم در بود بهش کمک کردی. الله متعال به علمش، به قدرتش، همون چیزی که مقدر شده برای شما را از شما دور می کند. جایی بر اساس نظام آفرینش میگم، جایی شما از یک چهارراه میخوای رد بشی، ساعت 7:30 از خانه خارج شدی، ساعت 7:45 از این چهارراه میخوای رد بشی، دقیقاً در همون ثانیه، در همون دقیقه قرار است یک تریلی از سمت چپ بیاد با سرعت، ترمزش هم بریده است، نمیتونه وایسته، از اینجا رد بشه و ماشین شما رو بزنه له بکنه. شما صدقه ای دادی، عمل خیری انجام دادی، در بین راه داری میری یا نرسیده به این چهارراه ماشین خاموش میشه. ماشین جدید، مشکلی هم نداشت، تازه از سرویس در اومده، چرا خاموش شد؟ دوباره خاموش میکنی، استارتش میکنی، ماشین روشن میشه. سبب شد که شما چند ثانیه همینجا متوقف شوید، میرسید به اشاره یا با همون چهارراه که ماشین رد شده. شما از این تصادف نجات پیدا کردید. نتیجه چی است؟ نتیجه عمل خیری که انجام دادید، صدقه‌ای که انجام دادید. کارتون گیر کرده، مشکلی دارید، صدقه میدید، الله سبحانه و تعالی به خاطر این صدقه‌ای که شما دادید اون مشکلتون رو حل میکنه. شفا از بیماری ها، حل مشکلات، همه اون مصیبت هایی رو که انسان در زندگی میتونه تصور بکنه میشه توسط دعا، توسط صدقه حل کرد. چون همه چیز به دست الله سبحانه و تعالی است. الله متعال هر چه بخواد اون میشه. این به این معنی نیست که ما اختیار نداریم. من در یک برنامه مفصل در این مورد صحبت کردم که حتی عمر انسان در حدیث صحیح است که صدقه دادن سبب میشه که عمر انسان دراز بشه، اجل انسان به تأخیر بیفته. دعا کردن، صدقه دادن، اینا مهم است. و کسانی که در مشکلات و سختی ها هستن، طرف بدهکار است، من بدهکارم، نه صدقه، نه خیر، نه کمک به دیگران، همه چیز تعطیل. تو بیشتر نیاز داری به این که صدقه بدی. و این نیست برادر عزیز که حتما انسان پول گزافی رو در یک جای خرج بکنه بعد بگه که والله من صدقه دادم، کار خوب انجام دادم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان اتقوا الله ولو بشق التمره. از الله تقوای الهی پیشه کنید، از الله پروا کنید، بترسید، ولو با نصف یک خرما. شما تصور بکنید یک خرمایی رو که هیچ چیزی نیست، شما نصفشو بگیر، نصفشو خودت بخور، نصفش رو صدقه بده. این برای شما صدقه حساب میشه. یک تبسمی که بر برادر مسلمانت میزنی، لبخندی که میزنی، برای تو صدقه حساب میشه. برای تویی که محتاج هستی، بدهکار هستی، 1 سامانی، 1 روپیه، 1 افغانی صدقه میدهی، مانند این است که یک انسان میلیونر 100,000 سامانی یا 100,000 روپیه یا 100,000 افغانی رو صدقه بدهد. چون برای تو این 1 سامانی همان ارزشی رو دارد که برای اون میلیونر همون 100,000 رو دارد. من خیلی دیدم کسانی که تا یک کمی وضعیت زندگیشون خراب میشه، اولین کاری که میکنن احسان و نیکی و صدقاتشون تعطیل، در حالی که انسانی که در مشکلات و سختی ها هست بیشتر نیاز دارد به این که کار خیر بکند، صدقه بدهد تا الله سبحانه و تعالی مشکلاتش را آسان بکند. بیننده عزیز، سلام علیکم، بفرمایید.
بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام جناب استاد. سلام و رحمت الله، بفرمایید برادر عزیز. وقت بخیر. وقت شما بخیر، سلامت باشید، زنده باشید. زنده باشید. جناب استاد یک سوالی داشتم. بفرمایید. نفر به خانم خود داخل گوشی خودم اختلاف داشتن، خودم جربه کردن، نفر به داخل گوشی گفته طلاقی، کلمه طلاقی هم تکرار کرده چند بار. بعد از مدت اختلاف خونده بششتن بین خانواده، اینا با هم صلح کردن و یک به حساب خط نوشته کردن بین خود و با میر جدید، یک میر هم تعیین کردن و یک دعای بخوندن، گفتن که همین صحیحه، نکاح میشه. یعنی این که حالی داخل گوشی گفته که از روی عصبانیت و داخل به دل هم چیزی نبوده که یعنی منظوری طلاق بوده باشه، یعنی این طلاق میشه و بعد از این اگر میشه او به میر جدید با عقد جدیدی که خودم عقد کردن، یعنی برادر خانم بوده و دو تا برادرای بوده، عموی بوده و خود خانم هم بوده و مردم بوده، این هم خطی بین خود نوشته کردن، یک توافق کردن که عقد شدن، یک دعایی هم بخوندن. یعنی این عقد هم باز دوباره صحت داره اگر او طلاق شده باشه؟ بله، اولا اینکه کسی که طلاق چه به عصبانیت باشه، چه به شوخی باشه، چه به جدی باشه، طلاق است، واقع میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که سه چیز جدیش هم جدی است، شوخیش هم جدی است. متوجه هستید؟ بعضی عالم رو چی میگن؟ والا من اون وقت عصبانی بودم. نه، عصبانی نبوده، جدی طلاق داده، اما میخواد امروز یک بهانه‌ای برای خودش بتراشه که والا عصبانی بودم. عصبانیت بودن دلیل نمیشه که انسان بگه که والا طلاق واقع نشد. طلاق واقع میشه، اما اینکه در یک مجلس 3 طلاق دادن، این چند طلاق حساب میشه؟ این مورد اختلاف علما هست که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و تعداد زیادی از علمای سلف به این فتوا میدن که 3 طلاق در یک مجلس 1 طلاق حساب میشه. متوجه هستید؟ برخلاف بعضی از علمای احناف که میگن نه، در یک مجلس که 3 طلاق داد این 3 طلاق است و این قول ضعیف است، یعنی قول قوی نیست. بر صورت این 1 طلاق حساب میشه بر اساس قول جمهور علما و اینکه نشستن با حضور شاهدین، 2 شاهد یا 3 شاهد یا تعدادی بودن در یک اتاقی نشستن، برادرای خانومش بوده یا هر کسی بوده، دوباره یک اجاب و قبولی صورت گرفته و چیز کردن. بله، این نکاح اصل همین است که زن باشه، مرد باشه، شاهد باشه، اینا با هم دیگر رو قبول بکنن. این بگه بله من تو رو به همسری قبول دارم، اینم بگه که باید یک مهری هم تعیین بشه، 2 نفر شاهدم باشه. اصل نکاح همین است. این که یک ملایی باشد و خطبه‌ای بخواند و این مسائل، اینا جز شروط نکاح نیست. من متوجه شدم. اون هم بله جناب استاد، همین حجابت قبول هم شده از مرد، از شوهر هم پرسیده شده که آیا قبول داری به همسری؟ 3 بار از او پرسیده شده، 3 بار جواب داده، گفته بله. خواستم و قبولش کردم، اما به حساب ما هیچ مشکلی نداره. هیچ مشکلی نداره. درست است نکاحش. خیر، ببینیم جناب استاد. تشکر. سلامت باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. آقای انصاری؟ بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از تاجیکستان هستم. بفرمایید برادر عزیز. با شما میفخریم. خدا شما لباس کنم. سلامت باشید. مثلا کتی با شما زن زدم، همه یک خبیث از تاجیکستان هم از به شیعه بسیار آدم‌ها را گمراه کردنی است. التماس درباره همین یگون برنامه میکردیم اکثر. چشم. من اتفاقا انشالله سعی خواهم کرد یک برنامه رو ترتیب بدم و بعضی از دروغ‌ها و تلبیساتی رو که انجام داده انشالله بیان خواهم کرد و حتی اعلان میکنیم که بیاد از خودش دفاع بکنه و حتی اگر خواست مناظره بکنه ما حاضریم. تشکر از شما برادر عزیز.
سلامت باشید. شما خود ولی کنم. سلامت باشید. سلامت باشید. یک سوالی که در کامنتی که دوستان پرسیده بود در اوایل برنامه من در ذهنم بود، این رو میخواستم جواب بدم. خواهری یا برادری نوشته بودن که آیا اگر دختری و پسری از طریق مسیج در مورد مسائل توحیدی، مسائل دینی از هم دیگر بپرسن، سوال و جواب داشته باشن، آیا این جایز است یا نیست؟ ببینید، اصل بر این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که هیچ مردی و هیچ زنی با هم یک جا نمی‌شوند مگر اینکه شیطان سومی آنها خواهد بود. بر این اساس چه یک جا شدن در یک دفتر، چه یک جا شدن در یک اداره، چه یک جا شدن در یک محل کار، در سوشال میدیا، در تلفن، در واتساپ، در مسنجر، در هر جایی که باشه، ضمن این حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داخل می شود، ولو اینکه آن دختر متقی و پرهیزگار و عالم دین باشد، ولو اینکه آن پسر ملا و مولوی و شیخ الاسلام و آیت الله و هر چی که باشد. اینجا برای کسی ویژگی خاصی قائل نشده است، یک کسی رو استثناء قرار نداده است. الله سبحانه و تعالی به صحابه، اصحاب رسول الله که پاکترین انسانها بعد از انبیا هستند، و به همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پاکترین زنان بشر هستند، امر می کند که ای اصحاب رسول الله، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، اگر از آنها چیزی خواستید، ای صحابه رسول الله، اگر از همسران پیامبر چیزی خواستید، از پشت حجاب بخواهید. ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. ان شاءالله که آیه رو درست تلاوت کرده باشم. این برای پاکی قلب‌های شما ای اصحاب رسول الله و پاکی قلب همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ببینید، آیا مردی امروز در دنیا پیدا میشه بگه من از اصحاب پیامبر پاکترم، و زنی پیدا میتونه بشه که بگه من از خدیجه و عایشه و فاطمه و بقیه همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم و فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم پاکترم؟ همچین زنی نیست. پس وقتی که یک حکمی نازل میشه که یک زن و یک مرد مسلمان نباید با هم دیگه خلوت داشته باشن، ولو به خاطر هر چیزی باشه، همه در این حکم شامل هستن. یک اصطلاح هست در بین افغان‌ها و تاجیک‌ها، میگه دکتر محرم است، ملا محرم است. نه دکتر محرم است، نه ملا محرم است. هر دوی اینها شهوت دارن، هر دوی اینها وقتی با یک زنی خلوت بکنن، سومی شیطان در آنجا حضور پیدا می کند، و شیطان هایی که ملاها رو وسوسه می کنن خیلی قوی تر از شیطان هایی هستن که مردم عادی رو وسوسه می کنن. میگن یکی شیطان رو در خواب دید که ریسمان های عجیب و غریب و نازک و کلفت در دستش بود. یک ریسمان نازک بود و یک جا تنابی بود و یک جا ریسمان های کلفت بود. گفت جناب شیطان چه خبر از ریسمان فروشی رو شروع کردی؟ گفت نه، با این ریسمان ها گفت مردم رو به طرف خودم میکشم. گفت خب چرا اینا فرق میکنن با هم دیگه، یکیش کلفت یکیش نازک؟ گفت که بسیار دیندار باشه برای ریسمان کلفت در کار است، او که مردم عادی باشه با اون ریسمان کوچیک هم به طرف من میان. این طرف بنده خدا ملایی بود، پرسید گفت که برای من کدامش رو در آیت اللهی بود میگن، و برای من کدامش رو در نظر گرفتی؟ گفت تو نیاز به ریسمان نداری. گفت عجب. گفت من یک سود بزنم تو خودت میای. بعضی انسان‌ها اینطوری هستن که اصلا شیطان نیاز نیست زحمت بکشه، خودشون میدون به طرف شیطان. پس امروز مثلا خواهرانی آمدن نقاب زدن، با چشمای سرمه کرده، آرایش کرده، آقا چی کار میکنن؟ خانم محترم آمدن که درس دین میدن برای مردم. بابا جان، این همه کانال های اسلامی، شما در همین کانال ندای حق، من نمیخوام تبلیغات برای خودم، در همین کانال ندای حق ما حدود 9000 برنامه داریم. بله 10,000، بیش از 10,000 برنامه داریم که در مورد هر چه از مسائل دینی شما سرچ بکنید هست.
در کانال کلمه هست، در کانال نور هست، در کتابخانه عقیده هست. آیا نیاز هست که یک خواهر مسلمان ما بیاد در یوتیوب جلوی دوربین برنامه بگذاره که من میخوام درس توحید و عقیده بدم به مردم؟ آیا نیاز جامعه ما امروز همین است؟ آیا همین خواهر ما نمیتواند یک گروه برای خواهران در واتساپ، در تلگرام، در بقیه مسنجرها ایجاد بکند، 50 تا 60 تا 100 تا خواهر مسلمان رو جمع بکند، برای اونها تعلیم دین بدهد؟ آیا نتیجه این بهتر و آسانتر نیست برای آن خواهران و هم برای شما؟ چرا باید تعدادی از خواهران ما در گروه یک برادر مسلمانی با او باشند و از او تعلیم دین بگیرن؟ خواهر مسلمان عالمه ما بیاد در یوتیوب برنامه زنده بگذاره یا برنامه ضبط کرده بگذاره برای تعلیم دین؟ ما گاهی اوقات راه ها رو گم میکنیم. به قول مردم میگن که بعضی سوراخ دعا رو گم میکنن. یعنی چیزی که نیاز نیست. یک خواهر مسلمانی اصرار داره که من برم برنامه دینی بگذارم. گفتم آیا امروز نیاز جامعه این است که یک خواهر مسلمانی بیاد مثلا در یوتیوب کانالی بزنه، برنامه زنده بره، لایف بره، در مورد توحید صحبت بکنه، بعد دیگه این برادران عزیز مسلمانم بیان در زیر قربان شما خواهر گرامی، صدقه صدای شما، ماشاءالله چقدر شما خوب دارید صحبت میکنید، چه ادبیاتی دارید، چه فلانی دارید. آیسته 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 اینا ببینید که تبدیل میشه به چی؟ طبعا هر کسی تعریف و دوست داره، خواستن زن طایفه ماشاءالله. و چه فسق و فجوری که از این راه ها ایجاد نشده، چه داستانهای اندوهگینی، اسفباری که به وجود نیامده. پس وقتی که نیاز نیست یک خواهر مسلمانی امروز بره صفحه‌ای در یوتیوب باز بکنه برای مردم درس دینی بده، در حالی که دهها و صدها برادران مسلمان این کار رو کردن در ظرف خاصتا در این 10 سال اخیر، به اندازه زیاد شده که شما در هر موردی بخواید در کانال ها، در شبکه‌های، در مثلا کتابخانه عقیده، کتابخانه قلم، من در برنامه گذاشتم در صحبت، شما هر موردی که بخواید در مورد دین، حتی فقه به هر مذهبی که بخواید در این کتابخانه هست. آیا نیاز است که بعد یک خواهری بلند بشه بعد برنامه بگذاره در این مورد؟ یا اینکه مثلا چند خواهری جمع بشن در گروه با یک برادر مسلمانی عالمی دعوتگری؟ و چه بسیارند علما و دعوتگرانی که با همون دخترانی که به اصطلاح شاگردانشان بودن ازدواج کردن، ازدواج اول، دوم، سوم، چهارم. این به این معنی است که این کلاس ها، این درس ها، اون خواهری که میاد پیش این برادر دعوتگر درس دینی میخوانه، از طریق برنامه ها و اینها با هم دیگر ارتباط دارن، این برادر با اون خواهر به دید یک زن نامحرم میبینه. درست است میگه خواهر گرامی، خواهر عزیز، خواهر مسلمان. اگر این دید رو نداشت نمیرفت با او ازدواج بکنه. من نمیگم خدای نکرده وارد قلب‌های همه مردم میگیم که همه فاسقن، فاجرن، همه. نه، این یک طبیعت است. این یک چیزی است که در وجود زن و مرد الله سبحانه و تعالی قرار داده. به خاطر همین اختلاط را منع کرده. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مردان مؤمن که چشمهای خود را بپوشند. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و بگو به زنان مؤمن که چشم. چرا بر دو طرف امر کرده؟ پس جواب سوال این خواهر یا برادر گرامی این است که خیلی ضرورتی باشه که دیگه هیچ امکان نداشته باشه، چاره دیگری نیست، بعد از اون نروید مثلا یک دعوتگر جوانی رو انتخاب بکنید که هم از قیافش خوشتون میاد، هم از جوانیش خوشتون میاد، بعد بگید بله من شاگرد این میشم یا از این سوال میکنم. دعوتگرانی که سن و سالی ازشون گذشته، خطر فتنه خیلی کمتر است، میتونید از اونها بپرسید. همه این مسائل رو انسان باید در نظر بگیره. به پایان برنامه رسیدیم. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که نتونستیم تماسشون رو بگیریم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني